الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. از درون تهی. این زن در جوار ای بزرگ شده بود و تمامی جوابها را می‌دانست غیر از وقتی که مشکل به سراغ زندگی خودش آمد. من زندگیم را با چگونه رفتار کردن گذراندم. یا طوری رفتار می‌کردم که انگار همه چیز را می‌دانم، یا رفتار طوری بود مثل اینکه علاقه‌ای ندارم. همیشه احساس می‌کردم خداوند به همه آدم‌ها دستورالعمل‌هایی برای زندگی داده و وقتی خداوند این دستورالعمل‌ها را توضیح می‌کرده من حضور نداشتم. به نظرم اینطور بود که انسان یا می‌داند کاری را چگونه انجام دهد یا نمی‌داند. یا می‌تواند پیانو بنوازد یا نمی‌تواند. یا فوتبالیست خوبی هستی یا نیستی. نمیدانم این نگرش را از کجا یاد گرفته بودم که ندانستن عیب است. اما این امری مسلم در زندگیم بود و همین تفکر مرا از بین برد. مفهوم تعیین هدف و سپس تلاش برای رسیدن به آن هدف برایم بیگانه بود. انسان یا هدف دارد یا ندارد و اگر ندارد نباید آن را آشکار کند یا بگوید، چون ممکن است آدم بدی به نظر برسد. همیشه فکر می کردم آدم‌ها برای چیزهایی که دارند مجبورند سخت کار کنند. به تدریج نگرشم تغییر کرد و آنهایی را که می دانستند تحقیر می کردم. الکلی به شخصی که موفق است با حقارت نگاه می کند. وقتی 7 سالم بود پدرم به الکلی‌های گمنام پیوست. بسیاری از جمعه شبها در دوران کودکیم در جلسات آزاد ای گذشت. چون ما هزینه پرستار بچه را نداشتیم. من بچه‌ای بودم که کتابی به دست می گرفتم و یک گوشه در داخل جلسه می نشستم. چه تأثیری داشت؟ من می دانستم که الکلی بودن یعنی اینکه دیگر نمی توانی مشروب بخوری و باید به ای بروی. وقتی دوره مشروب خوریم شروع شد همیشه مراقب بودم که حرف ای را هیچ وقت برای گفتن اسمم به زبان نیاورم. جدول برنامه جلسات در خانه ما بود. به علاوه من می دانستم که اعضای ای همه افراد کهنه‌کار بودند که قهوه می نوشیدند، سیگار می کشیدند و نان شیرینی می خوردند. من خودم آنجا بودم. وقتی نگاهی به گذشته می اندازم مطمئن می شوم که اکثر آن افراد کهنه‌کار کمتر از 30 سال سن داشتند. بنابراین ای برای من نبود. ای یعنی مشروب نخوردن و وقتی مشروب خوردم زندگی تغییر کرد. اولین بار که مست شدم 15 سالم بود. دقیقاً می توانم بگویم که کجا بودم، با کی بودم و چه لباسی پوشیده بودم. آن روز مهمی برای من بود. ظرف 1 سال نمراتم پایین آمد، دوستانم تغییر کردند، یک اتومبیل متلاشی کردم و وضع ظاهری من هم افتضاح بود. از مدرسه موقتاً اخراج شدم. وقتی برای اولین بار هوشیار شدم تعجب کردم که چرا پدر و مادرم مرا برای درمان نبردند. بعداً یادم آمد که آن وقت مرکز درمانی نوجوانان وجود نداشت. من هنوز ظروف سفالی که پدرم در بخش روانپزشکی ساخته بود را داشتم. چون او نیز وقتی مشروب می‌خورد آنها مراکز درمانی نداشتند. من همیشه قول می‌دادم که بهتر عمل کنم، سخت‌تر تلاش کنم،
به اندازه توان و قابلیتم زندگی کنم. قابلیت برای الکلی نوپا یا جوجه الکلی مثل فحش میماند. هر طور بود موفق شدم فارغ التحصیل شوم و به دانشگاه بروم، ولی در دانشگاه فوراً اخراج شدم. نمیتوانستم سر کلاس بروم. حالا میفهمم که این کارم 2 دلیل داشت. اول، اگر بقیه وقت آزاد داشتند خودم را به آنها میچسباندم و دنبال آنها بودم. فکر میکردم باید تمام وقت با دوستانم باشم. میترسیدم اگر آنها وقتشان را بدون من بگذرانند بفهمند که اینطوری بیشتر خوش میگذرانند. آن وقت ممکن بود به بقیه بگویند، آنها هم به بقیه مردم بگویند و من تنها بمانم. دوم، گفتگوی اجتماعی مهارتی بود که من هیچ وقت به دست نیاوردم. وقتی با کسی برخورد می کردم احساس می کردم کاملا ضعیف هستم. به نظر من وقتی می گفتم سلام، اسم من فلان است، سکوت عجیبی به دنبال آن می آمد. گویا آنها فکر می کردند خب همیشه فکر می کردم آدم ها چگونه با هم حرف می زنند، چگونه با هم برخورد می کردند و سپس شروع به صحبت می کردند. گویا سالهاست همدیگر را می شناسند. در مورد من چیز دیگری بود و آن هم این بود که ندانستن عیب است. لازم است در اینجا اضافه کنم که مشروب خوردن را دوست داشتم. مشروب خوردن مرا وارد زندگی می کرد. من در جمع مشروب می خوردم و مشروب خوردن باعث می شد که بی نهایت معاشرتی شوم، بی نهایت اجتماعی شوم. من مشروب خوردن با زنان دیگر را هم دوست نداشتم. من با پسرها مشروب می خوردم. همیشه ظرفیت عجیبی برای الکل داشتم. بیلیارد بازی کردن را به طور عالی یاد گرفتم که این باعث می شد در میخانه محل خیلی معروف باشم. موقعی موتورسیکلت هم داشتم. وقتی داستان بیل در کتاب بزرگ را می خواندم و او می گفت من موفق بودم، منظورش را می فهمیدم. مدت 14 سال مشروب خواری مرا به جاهایی برد که هرگز قصد نداشتم بروم. ابتدا به جنوب رفتم چون میدانستم شهری که در آن بزرگ شده ام مشکل اصلیم می باشد. من کارهایی انجام دادم که زنان انجام میدادند. ازدواج اولم فقط یک نمایش بود، شبیه یک نمایش که 5 سال طول کشید. قطعا نمیتوانستم بپذیرم که اشتباه کردم. ما 2 بچه داشتیم و من میخواستم بروم، اما رفتن به معنای پذیرفتن مسئولیت بود. آنقدر مشروب خوردم تا خودش مرا بیرون انداخت. پس تقصیر ازدواج ناموفقی بود که داشتیم. قبل از اینکه برگردم به خانه به خاطر مشروب خوریم شغلی رو از دست دادم که برایم خیلی مهم بود. برای اولین بار به جلسه الکلی های گمنام رفتم و گفتم من الکلی هستم. وقتی با پدرم به جلسه می رفتم همیشه می گفتم با او هستم. به پدرم تلفن کردم و به او گفتم که به جلسه رفتم. ظرف 1 هفته جعبه‌ای برایم پست کرد که 1 جلد کتاب الکلی های گمنام، نوار صحبت های ای 2 کتاب درباره مراقبه، 1 نسخه از کتاب 12 قدم و 12 سنت و چند خرت و پرت دیگر داخل آن بود. فکر می‌کنم او اینها را نگه داشته بود برای روزی که من نیاز داشته باشم. بنابراین طلاق گرفتم و به خانه برگشتم. مدت 1 سال به علت به خطر انداختن جان بچه‌ها تحت الحفظ بودم، یعنی تحت توقیف بودم. بچه‌ها را در حالی که خواب بودند در خانه رها کرده و برای مشروب خوردن رفته بودم. حق حضانت آنها را از من گرفتند و بچه‌ها را به مادرم سپردند.
سپس دوره‌های مراکز درمانی را شروع کردم. به خوبی می توانستم صحبت کنم. علیرغم همه اینها من با AA بزرگ شده بودم. مشاوران از من می‌خواستند با زنانی که نمی‌خواستند مدتی بچه‌هایشان را رها کنند و به مراکز درمانی بیایند صحبت کنم. به آنها می‌گفتم ما اگر هوشیار نباشیم نمی‌توانیم مادر خوبی باشیم. مشکلم در درونم بود و این بود که من خود را دلداری می‌دادم که بچه‌هایم باید با مادرم زندگی کنند. مادر بودن خیلی سخت است، اما من نمی توانستم این را به آنها بگویم. آنها فکر می کردند من مادر بدی هستم و من مادر بدی بودم. من مادر خیلی بدی بودم. نه، من بچه‌هایم را کتک نزدم و البته به آنها گفتم که دوستشان دارم. اما پیامی که بچه‌هایم از من دریافت کردند این بود: بله، من شما رو دوست دارم. حالا بروید. من از لحاظ عاطفی هیچ چیز نداشتم که به آنها بدهم. تنها چیزی که آنها می‌خواستند محبت و توجه من بود و الکلیسم این توانایی را از من ربوده بود. من از درون تهی بودم. وقتی تحت درمان بودم پدرم مرد و من پول تقریباً زیادی به ارث بردم و این برای نابود کردن من کافی بود. به مدت 2 سال و 3 ماه آنطوری که دلم میخواست مشروب خوردم. مطمئنم که به همین خاطر زودتر به اینجا رسیدم. این اواخر در یک اتاق زیر شیروانی زندگی میکردم. پولهایم خیلی وقت بود که تمام شده بود. ماه نوامبر بود. هوا سرد و ابری بود. وقتی ساعت 5:30 بیدار شدم دیدم هوا خاکستری رنگ است. 5:30 صبح بود یا 5:30 عصر. نمی توانستم بفهمم. از پنجره بیرون را نگاه می کردم. مردم را می دیدم دارند می روند سر کار یا به خانه برمی گردند. دوباره خوابم می برد. وقتی دوباره بیدار می شدم هوا یا تاریک بود یا روشن. چشمهایم را باز می کردم. فکر می کردم ساعتها گذشته. ساعت تازه 5:45 و هوا خاکستری بود. آن زمان 28 سالم بود. بالاخره به زانو افتادم و از خداوند کمک خواستم. نمی توانستم به این نوع زندگی ادامه دهم. از ماه آگوست به مدت 3 ماه در آپارتمان بودم و حتی در را هم باز نکرده بودم. حمام نمی رفتم. نمی توانستم تلفن‌هایم را جواب بدهم. نمی توانستم آخر هفته ها به دیدن بچه‌هایم بروم. بنابراین دعا کردم. نمیدانم چه چیزی باعث شد که بروم سراغ جعبه و کتاب بزرگ را که سالها قبل پدرم برایم فرستاده بود را پیدا کنم. همیشه به تازه واردها میگویم نسخه هایی را که جلد مقوایی دارند را بخرند چون دیرتر از بین می روند. دوباره داستان بیل را خواندم. این بار به نظرم منطقی تر می رسید. یعنی معنای دیگری برایم داشت. این بار می توانستم بفهمم. خوابیدم و کتاب را مانند یک خرس عروسکی توی بغلم نگه داشتم. بیدار شدم و بعد از ماه‌ها برای اولین بار احساس کردم که خوب استراحت کردم و با انرژی هستم و دلم نمیخواست مشروب بخورم. دوست دارم به شما بگویم که از آن وقت تا کنون هوشیار بودم، اما این درست نیست. من آن روز نمیخواستم مشروب بخورم، اما هیچ اقدامی هم برای جلوگیری از این کار انجام ندادم. من عقیده دارم که لطف خداوند یک لحظه به سراغ ما میآید. اما وظیفه ماست که با عمل کردن این لحظه را برباییم. من صدایی شنیدم که می گفت تو فکر می کنی باید مشروب بخوری؟ تو می دانی که قصد داری مشروب بخوری؟
تا چند روز بعد هر بار که به میخانه میرفتم آدمهای دور و برم درباره هوشیار شدن حرف میزدند. متصدی بار میخواست مشروب خوردن را ترک کند. شخصی که با من بیلیارد بازی میکرد درباره برگشتن به ای حرف میزد. در بار یک نفر که کنار من نشسته بود میگفت که در انجمن محلی ای است. من هم برای چند ماه مشروب خوری را نسبتاً متوقف کردم. اما آخرش آنقدر الکل خوردم که به همه چیز پایان داد. بعد از 2 هفته مشروب خوری دیگر هیچ کس با من حرف نمیزد. بنابراین به طرف جنوب رفتم، جایی که مطمئن بودم همه دلشان برایم تنگ شده است. هیچ استقبالی از من نشد. هیچ کس مرا به خاطر نداشت و در پایان هفته هیچ پولی نداشتم. حتی نمی توانستم برای برگشت یک بلیت هواپیما رزرو کنم. کمتر از $1 پول داشتم و خیلی هم خمار بودم. می دانستم که اگر در میخانه فرودگاه بنشینم کسی پیدا می شود که برایم مشروب بخرد. اما مشخص می شد که این کارم عمدی بوده و غرورم اجازه چنین کاری به من نمی داد. با خودم فکر کردم می توانم به یک پیرزن نحیف تنه بزنم و کیف پولش را بدزدم. اما احساس کردم این کار هم نتیجه خوبی ندارد. آن روز اگر بیشتر از $1 پول داشتم امروز هوشیار نبودم. وقتی الکل می نوشیدم همیشه نقشه‌ای داشتم. اما آن روز به لطف خداوند هیچ نقشه‌ای نداشتم. نمیدانستم چه کار کنم. به مادرم تلفن زدم. به او گفتم که کجا هستم و از او خواستم نزد من بیاید. او این کار را نکرد، اما ترسید که دیگر مرا نبیند. او مرا در یک مرکز سمزدایی بستری کرد و آنجا به من گفت که می توانم وارد این مرکز بشوم و می توانم هم نشوم. تصمیم گیری با خودم بود. مرکز هم همین را به من گفت. فکر می کردم آنها مرا به یک مرکز درمان می فرستند. 30 روز غذای گرم و استراحت برای من خیلی خوب بود. اما آنها گفتند که من هر چیزی را که قرار است در طول درمان به من یاد بدهند از قبل میدانم و باید از آنجا بروم و رخت خواب را برای کسی بگذارم که به آن احتیاج دارد. از آن موقع تا کنون هوشیار بودم. من مسئول بهبودی خود هستم. همیشه دوست داشتم یک نفر دیگر ببیند که کارم را انجام دادم. اما دیگر اینطور نبود. هیچ وقت انتظار نداشتم به سن 30 سالگی برسم. حالا 29 سال و 3 ماه داشتم و هیچ نشانی از مرگ هم در وجودم نبود. من از ته قلب می دانستم که چه مشروب می خوردم چه نمی خوردم زنده می ماندم. و مهم نبود که اوضاع چقدر بد بود، می توانست بدتر شود. برخی مردم هوشیار می شوند چون از مردن می ترسند. من می دانستم زنده می مانم و این خیلی وحشتناکتر بود. من تسلیم شده بودم. اولین شبی که از مرکز سمزدایی بیرون آمدم به جلسه رفتم و زنانی که صحبت می کردند توضیح می دادند که الکلیسم آنها را به مرحله‌ای رسانده بود که نمی خواستند کار کنند و نمی خواستند از بچه هایشان مراقبت کنند. فقط می خواستند مشروب بخورند. نمی توانستم باور کنم. درست مثل من. او اولین راهنمایم شد و من باز هم آمدم. دومین شب روی یک صندلی که اکنون صندلی تازه واردها می نامم نشستم. ردیف دوم مقابل دیوار. داخل گیومه، اگر عقب بنشینی همه می دانند که تازه وارد هستی و اگر جلو بنشینی باید حرف بزنی. ادامه متن. وقتی در پایان جلسه زمان آن فرا رسید که دستهای همدیگر را بگیریم و دعا کنیم، یک طرف من هیچ کس نبود که دستش را بگیرم. یادم میآید با خودم فکر کردم من هیچ وقت با اینها جور در نمی آیم.
سرم را انداختم پایین. احساس کردم کسی دستم را گرفت. یک نفر از ردیف جلو دستم را گرفته بود تا مطمئن شود که حلقه کامل است. تا به امروز نمیدانم او چه کسی بود، اما او دلیلی بود که فردا شب دوباره به جلسه بیایم. آن شخص زندگی مرا نجات داد و من به شرکت در جلسات ادامه دادم. انجمن محلی هر روز ظهر جلسه خواندن کتاب بزرگ را داشت و من هر روز به آن جلسه می رفتم، نه برای هوشیار شدن. خوب توجه کنید، قطعاً نه برای یاد گرفتن مطالب کتاب. تفکر من این بود: من می دانستم که قرار است هر روز کتاب بزرگ را بخوانم. در آنجا آنها دور اتاق راه می رفتند و یک فصل کامل را می خواندند. خب این به حساب می آمد، درست است. همچنین خواندن آن تقریباً نیم ساعت طول می کشید. بنابراین احتمال کمی وجود داشت که مرا برای صحبت کردن صدا کنند. و جلسه هم ظهرها برگزار می شد. این باعث می شد که شبهایم خالی باشد. من همه اینها را با ذهن تیز الکلیم فهمیدم. خوشبختانه من فراموش کردم خداوند مسئول نتایج است. بالاخره اقدام کردم و انگیزه هایم مهم نبود. من فکر می کردم یک بار کتاب بزرگ را من می دانستم که قرار است هر روز کتاب بزرگ را بخوانم. در آنجا آنها دور اتاق راه می رفتند و یک فصل کامل را می خواندند. خب این به حساب می آمد، درست است؟ همچنین خواندن آن تقریباً نیم ساعت طول می کشید. بنابراین احتمال کمی وجود داشت که مرا برای صحبت کردن صدا کنند. و جلسه هم ظهرها برگزار می شد. این باعث می شد که شبهایم خالی باشد. من همه اینها را با ذهن تیز الکلیم فهمیدم. خوشبختانه من فراموش کردم که خداوند مسئول نتایج است. من بالاخره اقدام کردم و انگیزه هایم مهم نبود. من چیزی را که آنها داشتند نمیخواستم و چیزی که خود داشتم را هم دیگر نمیخواستم. و این همان شروع متواضعانه‌ای بود که من نیاز داشتم. مزیت جلسه ظهر این بود که من هر روز به 2 جلسه می رفتم. شبها کار دیگری نداشتم که انجام دهم. متوجه افرادی شدم که چند سال هوشیاری داشتند. تنبلی مرا نزد فعالترین اعضای الکلی‌های گمنام آورده بود. من فهمیدم که آدم‌هایی که به طور مرتب در جلسات کتاب بزرگ حضور می‌یابند، تمایل دارند کتاب را بخوانند و آنچه را که می‌گوید انجام دهند. پس از 2 هفته هوشیاری، دختر 9 ساله یک مرد توسط یک راننده مست کشته شد و 3 روز بعد در جلسه می‌گفت که باید باور کند که این اتفاق بی دلیل نبوده است. شاید یک الکلی به خاطر این اتفاق هوشیار شود. آن روز وقتی آنجا را ترک کردم مبهوت بودم که اگر این اتفاق برای بچه‌هایم یا خودم میافتاد چه میشد؟ از من چه خاطری برای آنها میماند؟ حسی بر من غلبه کرد. احساس کردم که همان موقع میتوان به بچه‌هایم تلفن بزنم و به آنها بگویم که دوستشان دارم. بگویم که اگر میگویم برای دیدنتان میایم، واقعا میایم. بگویم که میتوانند روی حرف من حساب کنند. بگویم شاید همیشه مادری باشم که آخر هفته ها میآید، اما میتوانم مادر آخر هفته‌ای خوبی باشم. من این فرصت را داشتم که با آنها باشم. به جای اینکه سعی کنم گذشته را جبران کنم، رابطه‌ای بسازم که بنیان آن خداوند و الکلی‌های گمنام است. 1 سال بعد به حرف آن مرد رسیدم که می گفت شاید این اتفاق بی دلیل نبوده است.
چون آن روز زندگی من تغییر کرد. پس از 1 ماه محکم و استوار در الکلی‌های گمنام مستقر شده بودم و همچنان در جلسات شرکت می کردم. نمی توانم همه اتفاقات حیرت انگیزی را که طی این سالها در AA برایم رخ داده بازگو کنم. وقتی هوشیار شدم بچه‌هایم 4 و 6 ساله بودند. آنها با AA بزرگ شدند. من آنها را به جلسات آزاد می بردم و مردم آنجا آن چیزی را که من روزهای اول نمی توانستم به آنها بدهم به آنها می دادند و آن محبت و توجه بود. به تدریج بچه‌هایم دوباره بخشی از زندگیم شدند و امروز حضانت آنها بر عهده خودم است. در الکلی‌های گمنام با مردی که مثل خودم به AA عقیده دارد دوباره ازدواج کردم. ما موافقت کردیم که در فهرست یکدیگر هیچ وقت بالاتر از 3 نباشیم. یعنی همیشه اول خدا، دوم الکلی‌های گمنام. او شریک زندگیم و بهترین دوست من است. ما هر دو راهنمای چند نفر هستیم. خانه ما پر از عشق و شادی است. تلفنمان همیشه زنگ میزند. ما در شادی یک راه حل مشترک سهیم هستیم. ما دوره‌های سخت نیز داشته ایم. پسرمان 3 نسل AA در خانواده است. در سن 14 سالگی پس از اینکه اقدام به خودکشی کرد فهمیدم او نیز الکلی است. حالا 1 سال است که در AA است، اما به سختی میتوان گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما ما به الکلی‌های گمنام اعتماد داریم. حتی در روزهایی که به پسرمان اعتماد نداریم. دخترمان نوجوان زیبا و خونگرم است که بدون اجبار به نوشیدن مشروب مسیر رسیدن به خداوند را پیدا کرده است. او حاصل عشق و ایمان الکلی‌های گمنام است. من هنوز هم راهنما دارم و عضو الکلی‌های گمنام هستم و موقعیت خوبی دارم. ما با دیدن اعضای خوب AA و انجام دادن آنچه که آنها انجام می‌دهند یاد گرفتیم که چطور عضو خوبی باشیم. من با دیدن مادرهای خوب و انجام آنچه که آنها انجام می‌دهند یاد گرفتم که چگونه مادر خوبی باشم و بالاخره آزادانه به این باور رسیدم که ندانستن عیب نیست. زمینگیر شده. الکل بالهای این خلبان را چید تا اینکه هوشیاری و کار سخت دوباره او را به آسمان برگرداند. من یک الکلی هستم. یک دورگه سرخپوست از قبیله کومانچی هستم و در خانواده فقیر اما پرمحبت بزرگ شدم. ولی الکلیسم هم پدر و هم مادرم را گرفت. پس از آن هر کدام 3 بار طلاق داشتند و من خشم و غضب را که بخشی از زندگی خانوادگی الکلی است یاد گرفتم. من عهد بستم که هیچ وقت الکلی نشوم. من که در جامعه سرخپوستی خود فعال بودم می دیدم که الکل در آنجا نیز چه می کند و از آن بیزار و متنفر شدم. در سن 17 سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل شدم و بلافاصله به نیروی دریایی پیوستم. آنجا اقامت کردم و از مقررات سخت، همراهی، رفاقت، روح صمیمیت و یگانگی لذت می بردم. من ممتاز و یکی از 3 نفری بودم که به محض فارغ التحصیلی از اردوگاه تعلیمات نظامی ارتقا یافتم. 4 سال و نیم بعد به من فرصت داده شد که دوره آموزشی پرواز را بگذرانم. در پایان این دوره 18 ماهه موفقیت در انتظارم بود و این به معنای دریافت نشان بال خلبان و سمت افسری بود. باز هم ممتاز شدم. اگرچه اکثر همقطارانم تحصیلات دانشگاهی داشتند.
و ترس از شکست دائما آزارم میداد. اما جزو برترین ها فارغ التحصیل شدم. من در یک مورد دیگر هم برتر بودم. مشروب خوریم افزایش یافته بود. خلبان نقش سنگینی به عهده دارد. حضور به موقع از وظایف محسوب می شد. من به تشویق نیاز نداشتم و از رفاقت گردان هواپیما، شوخی و رقابت در این وقایع لذت می بردم. 1 سال پس از آموزش خود را برای مرحله نهایی آماده کردم. دختر جوان و زیبایی را ملاقات کردم. شبی که او را ملاقات نمودم مست بودم و او هیچ کاری با من نداشت. اما من هیچ وقت نمی توانستم بدون شجاعت کاذبی که الکل به من میداد به او نزدیک شوم. روز بعد دوباره او را دیدم. این بار هوشیار بودم. شروع کردیم به حرف زدن. من در روز تولد 20 سالگی او از آموزش پرواز فارغ التحصیل شدم و بالهای طلایی و دومین نشان ستوانی را او به لباسم نصب کرد. 2 هفته بعد با هم ازدواج کردیم. اخیراً 35مین سالگرد ازدواجمان را جشن گرفتیم و او شگفت انگیزترین آدمی است که تا به حال دیدم. پس از مدتی صاحب 2 پسر شدیم و من به جنگ ویتنام اعزام شدم. 13 ماه بعد برگشتم. 11 سال و 3 ماه بود که به طور مداوم در نیروی دریایی بودم. چون لازمه شغل نظامی مرا از خانواده جدا می کرد، تصمیم گرفتم از آنجا بیرون بیایم. آنقدر در خانواده ها آشفتگی دیده بودم، هیچ وقت نمی توانستم اجازه بدهم چنین اتفاقی برای خانواده خودم بیفتد. در نیروی دریایی شهرت و اعتباری به دست آورده بودم که به آن افتخار می کردم. بنابراین با بیمیلی و حتی با اندوه از سمت خود استعفا دادم و در یک شرکت هواپیمایی بزرگ و مهم مشغول به کار شدم. من دستاوردهای زیادی داشتم. سابقه پیکار و تعداد زیادی مدال داشتم و به عنوان خلبان از مهارت خوبی برخوردار بودم. کم کم در ساختار شرکت هواپیمایی هم پیشرفت کردم و بالاخره پس از 20 سال کاپیتان شدم. خانواده‌ام دوره‌های سختی را تحمل کرده بودند. در یکی از اعتصابات طولانی کارگری دختر بچه‌ای را به فرزندی قبول کردیم. او خانواده ما را کامل کرد. او تقریباً نیمه سرخپوست بود. 17 روزه بود که با خود به خانه آوردیمش. مشروب خوردنم کم کم زیاد شد. اما فکر نمی کردم که با رفقای مشروب خورم تفاوت چندانی داشته باشم. اشتباهات زیادی می کردم. 2 اتهام رانندگی حین مستی داشتم که آنها را به بخت بد نسبت دادم و برای تخفیف اتهاماتم رشوه‌های زیادی دادم. این اتفاق سالها قبل از آن بود که اداره کل هوانوردی فدرالی شروع به بازبینی و کنترل سوابق خلبانان و مجوزهای خلبانی کند. یک روز من و 2 نفر از کارکنان هواپیما از بعد از ظهر و غروب حسابی مشروب خورده بودیم و در هنگام شب دستگیر شدیم. ما متهم به نقض قانون فدرالی بودیم، چرا که طبق این قانون استفاده از ترابر معیوب ممنوع بود. این قانون قبلا هرگز علیه خلبانان شرکت هواپیمایی استفاده نشده بود و من دیگر نابود شده بودم. تجربه‌ای که از هر کابوسی بدتر بود. روز بعد وقتی به خانه رسیدم روحم کسل بود و نمیتوانستم به صورت همسرم نگاه کنم. شرمسار و پریشان بودم. همان روز به 2 پزشک مراجعه کردم و آنها تشخیص دادند که الکلی هستم. آن شب در حالی که فقط لباسهایم همراهم بود به یک مرکز درمان رفتم. رسانه‌های خبری گزارش را دریافت کرده بودند. این خبر مثل توپ همه جا صدا کرد و در همه شبکه‌های تلویزیونی مهم پخش شد. حس شرم و حقارتم بیش از اندازه بود.
روشنایی زندگیم خاموش شده بود و کم کم به فکر خودکشی افتادم. نمی توانستم تصور کنم که روزی دوباره بخندم یا افق روشنی داشته باشم. من بیشتر از آنچه که ممکن بود آسیب دیدم و فقط در انتظار مرگ بودم. در هوانوردی تجاری بدنام شدم و رسانه‌ها رهایم نمی‌کردند. به خاطر الکلیسم گواهینامه پزشکی FAA را از دست دادم و FAA همه مجوزهایم را به صورت اضطراری لغو کرد. من به پدر و مادرم داخل پرانتز حالا هر دو مردند. مردم سرخپوست و همه الکلی هایی که قبلا می شناختم فکر می کردم و می دانستم دقیقاً همان آدمی شدم که عهد کرده بودم هرگز نباشم. یک هفته پس از ورود به مرکز درمان از طریق اخبار ساعت 6 فهمیدم که کارم تمام است. از تماشای تلویزیون خودداری می کردم. اما بیماران دیگر مرا از خبرها مطلع می کردند. در خبرهای هفته گزارش اصلی مربوط به من بود. مرا سوژه کمدی برنامه‌های آخر شب تلویزیون قرار داده بودند. آنها من و شرکت هواپیمایی را مسخره می‌کردند و سپس متوجه شدم که قرار است به زندان فدرالی بروم. اگر مقصر شناخته می‌شدم حکم قطعی بود و هیچ تردیدی نداشتم که مقصر هستم. من که دیگر هیچ چیز برایم باقی نمانده بود، تمام وقت خود را به یادگیری در مورد بهبودی اختصاص دادم. با اشتیاق فراوان به این باور رسیده بودم که کلید هوشیاریم و در نتیجه زنده ماندنم در گرو چیزهایی است که به من آموخته می شود. در زندان حتی یک لحظه هم بیکار نبودم. سخت کار می کردم. همانقدر که برای به دست آوردن بالهایم کار کرده بودم. اما این بار زندگیم نیز در خطر بود. تلاش کردم تا دوباره ارتباطی روحانی پیدا کنم. چون بحران‌های قانونی یکی پس از دیگری برایم اتفاق افتاده بود. از مرکز درمان بیرون آمدم. تصمیم گرفتم 90 جلسه AA را در 90 روز به پایان برسانم. اما می ترسیدم که حکم دادگاه مانع این کار شود. بنابراین 90 جلسه را در طی 67 روز به پایان رساندم. محاکمه هم با توجه به حضور رسانه‌ها بسیار سخت بود و 3 هفته طول کشید. اکثرا گروه‌ها پس از به پایان رسیدن دادگاه در جلسات AA به دنبال پناهگاه بودم و نیرویم را برای روز بعد تجدید می کردم. بهبودی و همه چیزهایی که یاد گرفته بودم به من اجازه میداد که نسبت به آن دو متهم دیگر، کارکنان هواپیمایی، همه چیز را متفاوت ببینم. خیلی ها از آرامشم طی این تجربه وحشتناک صحبت می‌کردند و این مرا متعجب می‌کرد. آنچه را که دیگران می‌دیدند در درونم احساس نمی‌کردم. من مقصر شناخته شده و محکوم به 16 ماه حبس در زندان فدرالی شدم. آن دو متهم نیز محکوم به 12 ماه حبس شدند. اما ترجیح دادند که آزادی مشروط را انتخاب کنند. اما من ترجیح دادم که به زندان بروم. من یاد گرفته بودم زندگی را آنطور که هست قبول کنم، نه آنطور که دلم می‌خواهد. از گذشته ها در دوران دبیرستان شعری یادم آمد که میگفت: ترسو 1000 بار میمیرد و مرد شجاع فقط 1 بار. و من میخواستم آنچه را که باید انجام شود را انجام دهم. از زندان رفتن میترسیدم، اما به بچه‌هایم گفتم تا قدمی رو به جلو نگذارم از در زندان بیرون نمیایم. به یاد آوردم که شجاعت نترس بودن نیست، بلکه توانایی ادامه دادن با وجود ترس است. روزی که وارد زندان شدم 9 نفر از همکاران خلبانم وجوه قسطی خانه‌ام را پرداخت می‌کردند و تقریباً به مدت 4 سال این کار را انجام دادند.
پس از اینکه از زندان آزاد شدم 4 بار تلاش کردم تا آنها اجازه دهند که بقیه وجوه را خودمان بپردازیم، اما هر بار قبول نکردند. از جاهایی به ما کمک میشد که ما حتی تصورش را هم نمی کردیم. من 424 روز در زندان فدرالی بودم. جلسه الکلی‌های گمنام را در زندان شروع کردم. مدیریت زندان مخالف بود و هر هفته وقتی برای تشکیل جلسه گرد هم می آمدیم با ما جر و بحث می کردند. جلسه هفتگی پناهگاهی آرام در وسط یک بیابان بود با چند لحظه آرامش در زندانی پر از سر و صدا. پس از دوره حبس 3 سال آزادی مشروط داشتم و این مرا از سفر کردن منع می کرد و 13 شرط دیگر هم داشت. به محض آزادی از زندان من که دیگر خلبان نبودم به همان مرکز درمانی که مدتی در آنجا بستری بودم برگشتم و به طور تمام وقت با الکلی‌های دیگر کار کردم. دستمزدم خیلی کم بود، اما فهمیدم که می توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم و مفید باشم. ناامیدانه می خواستم بخشی از آنچه را که به من عطا شده بود ببخشم. این کار را به مدت 20 ماه انجام دادم. برای مدتی طولانی به پرواز فکر نکرده بودم، اما نمی توانستم رویای انجام این کار را از سرم بیرون ببرم. در کتابی که درباره مراقبه بود خواندم هر رویایی قبل از اینکه بتواند به حقیقت بپیوندد باید ابتدا وجود داشته باشد. به من گفته بودند اگر میخواهم دوباره پرواز کنم باید از سطح خیلی پایین برای اخذ مجوز خصوصی شروع کنم. هرچند که من قبلا بالاترین مجوزی را که FAA عطا کرده بود داشتم، یعنی مجوز خلبان ترابری هوایی. من مطالعه کردم و تمام امتحانات کتبی FAA را پشت سر گذاشتم. من باید برمیگشتم و دوباره همه چیزهایی را که 30 سال قبل یاد گرفته بودم و مدتها بود آنها را فراموش کرده بودم می آموختم. به طور غیرمنتظره گواهینامه پزشکی FAA را پس از اثبات هوشیاریم به مدت بیش از 2 سال دوباره دریافت کردم. قاضی دادگاه برایم محدودیت‌هایی تعیین کرد که دوباره پرواز کردن را به خاطر سنم غیر ممکن می‌ساخت. وکیلم با من دوست شده بود و تا 3 سال پس از محکومیتم بدون اینکه حتی 1 سنت از من پول بگیرد برایم کار می‌کرد. او نیز یکی دیگر از افرادی بود که طوری وارد زندگیم شد که فقط می‌توانم به مشیت الهی نسبت دهم. او به قاضی پیشنهاد داد که مجازات مرا لغو کند و وقتی تلفن زد تا به من خبر دهد که قاضی موافقت کرده، اشکهایم مثل سیل روی گونه‌ام جاری شدند. با لغو آن مجازات‌ها غیر ممکن برایم ممکن شد. کارهای زیادی بود که باید انجام می‌شد، اما حداقل با لغو مجازات‌ها انجام آن کارها امکان پذیر بود. هیچ یک از دوستانم باور نمی کردن که دوباره به دست آوردن مجوز پرواز امکان پذیر باشد. اما من یاد گرفته بودم که خیلی کارها را با قدمی کوچک انجام دهم. بنابراین برای به دست آوردن مجوزها دقیقاً همانطور عمل کردم. من اگر کل شرایط مجوز را بررسی می کردم، دست از کار می کشیدم، شرایط خیلی سختی بود. اما شدنی بود و من هم این کار را انجام دادم. میدانستم که هیچ کس مرا برای پرواز مسافران به کار نمیگیرد. من افسر سابقه دار، مجرم و مشروب خوار بودم. تردید داشتم که حتی اجازه پرواز کالا را به من بدهند. چند ماه طول کشید تا FAA مجوزهای مرا تکمیل کرد و برایم فرستاد. همان روزی که مجوزها به دستم رسید، معجزه دیگری رخ داد. رئیس اتحادیه خلبانان به من تلفن زد.
خبر داد که رئیس شرکت هواپیمایی شخصاً تصمیم گرفته مرا دوباره سر کار برگرداند. من جریان شکایت قانونی را که سزاوار آن بودم دنبال نکرده بودم، چون می‌دانستم از اعمال من حمایتی نمی شود و قابل تبرئه هم نیست. من جلوی دوربین‌های تلویزیون و در مرکز درمان مسئولیت کارم را پذیرفتم، چون بهبودیم مستلزم داشتن صداقت بود. اصلا نمی‌توانستم باور کنم که رئیس شرکت هواپیمایی به مسئله کار کردنم برای آنها حتی فکر کند. از شجاعت این مرد و این شرکت هواپیمایی حیرت زده بودم. اگر برگردم به حالت اول چه؟ اگر دوباره در حین مستی پرواز کنم چه؟ رسانه‌ها رهایم نمی‌کردند. تا چند روز پس از آن هر روز صبح وقتی بیدار می شدم فکر می کردم همه اینها در خواب بوده و چنین اتفاقی امکان ندارد که رخ دهد. تقریباً 4 سال پس از دستگیریم و نابودی زندگیم قرارداد برگشت به کار را امضا کردم. دوباره رتبه ارشد قبلی به من داده شد. بازنشستگی که از دست داده بودم دوباره به دست آوردم و یک بار دیگر خلبان شرکت هواپیمایی شدم. جمعیت کثیری برای دیدن امضا کردن سند آمده بودند. در زندگیم اتفاقات زیادی افتاد. تقریبا همه چیزهایی را که کار کرده بودم تا به دست آورم از دست دادم. خانواده‌ام جلوی مردم شرمسار و حقیر شدند. سوژه تمسخر، خجالت و رسوایی بودم. اما باز هم اتفاقات دیگری رخ داد. همه ضررها جای خود را به پاداش داد. می‌دیدم که وعده‌های کتاب بزرگ به حقیقت می‌پیوندند، طوری که هرگز نمی‌توانستم تصور کنم. من هوشیار شده بودم. خانواده‌ام را دوباره به دست آورده بودم و ما یک بار دیگر به هم نزدیک شده و خانواده گرمی داشتیم. من یاد گرفته بودم که چگونه از 12 قدم استفاده کنم و برنامه حیرت انگیزی را که سالها قبل توسط 2 نفر پایه‌ریزی شده بود را به کار ببرم. چند سال طول کشید، اما من یاد گرفتم که به خاطر الکلیسم خود و برنامه بهبودی که به واسطه آن مجبور به انجامش بودم، به خاطر تمام اتفاقاتی که برایم افتاده بود، به خاطر زندگی امروز که خیلی فراتر از آن چیزی است که قبلا می شناختم، قدردان باشم. نمی توانستم امروز را داشته باشم اگر تمام دیروزها را تجربه نکرده بودم. طبق قرارداد برگشت به کار من به عنوان کمک خلبان بازنشسته می شدم. اما معجزه های این برنامه هنوز برایم ادامه داشت و سال قبل به من اعلام کردند که رئیس شرکت هواپیمایی به من اجازه داده که یک بار دیگر کاپیتان شوم و به عنوان کاپیتان 747 با من تصفیه حساب کردند. یعنی سال آخر بودن من در شرکت هواپیمایی در صندلی چپ به پایان رسید. جریان الکلی‌های گمنام، لطف خدای مهربان و کمک آنهایی که دور و برم بودند بیش از تلاش‌های خودم موجب رخ دادن وقایعی بوده که در زندگیم اتفاق افتاده است. امروز یکی از پسرهایم پس از باختن همه زندگیش به الکل و مواد مخدر 3 سال و نیم هوشیاری دارد. به درستی او معجزه دیگری در زندگیم است که به خاطر آن خیلی قدردان هستم. یک بار دیگر پس از غیبت طولانی و شرم آور نزد مردم بومیم برگشتم. دوباره با آنها میرقصم و روش‌های قدیمی که پشت سر گذاشته بودم را انجام میدهم. من در مجمع AA مخصوص آمریکاییان بومی صحبت کردم. چیزی که وقتی جوان بودم هرگز فکرش را هم نمی کردم. بدبختی‌ها ما را با خودمان آشنا می کند. اما ما هرگز نباید به تنهایی بدبختی‌هایمان را برطرف کنیم. وقتی می توانیم در جلسه الکلی‌های گمنام الکلی دیگری را پیدا کنیم. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی
آوای بوف. avayaboof.com شانسی دیگر. این زن فقیر سیاه‌پوست که کاملا مغلوب الکل بود احساس کرد درهای زندگی به رویش بسته شده، اما وقتی به زندان رفت دری باز شد. من یک الکلی آمریکایی آفریقایی هستم. نمیدانم کی الکلی شدم، اما میدانم که چون خیلی زیاد و در فواصل کم الکل می نوشیدم الکلی شدم. من همیشه فقر را یا هر چیز دیگری غیر از حقیقت که من تأثیری را که مشروب رویم میگذاشت دوست داشتم که وقتی مشروب میخوردم به اندازه آدمهای دیگر بزرگ و توانگر بودم را علت مشروب خواری خود میدانستم. هیچ وقت اقرار نکردم که خیلی زیاد مشروب میخورم یا پولی را که باید صرف خریدن غذا برای 2 پسر کوچکم کنم خرج مشروب میکنم. هرچه میگذشت بیشتر مشروب میخوردم. هر شغلی پیدا میکردم از دست میدادم. هیچ کس نمیخواست یک مشروب خوار دور و برش باشد. همیشه دوست پسرهایی پیدا میکردم که میخانه داشتند یا ویسکی میفروختند. اما این دوستی زیاد طول نمیکشید. با مستی و بیهوشی های خود همه را شرمنده میکردم. سپس کارم به جایی رسید که نمیتوانستم بدون زندان رفتن مشروب بخورم. در یکی از این موارد قاضی احتمالاً فکر کرد که بهتر است من نجات پیدا کنم، چون به جای زندان مرا به مدت 1 ماه به جلسات AA فرستاد. من به AA رفتم. البته فقط جسمم به آنجا می رفت. از هر دقیقه آن بیزار بودم. نمی توانستم منتظر بمانم تا جلسه تمام شود و بعد بروم مشروب بخورم. قبل از جلسه هم می ترسیدم مشروب بخورم. فکر می کردم اگر بوی ویسکی را از تنفس من احساس کنند مرا بازداشت می کنند و من نمی توانم بدون بطریم زندگی کنم. از آن قاضی به خاطر فرستادن من به جایی که آن همه مشروب خوار در آن بودند متنفر بودم. من الکلی نبودم. من گاهی خیلی زیاد مشروب میخوردم. هر کسی را که میشناختم مشروب میخورد. اما تا به حال نشنیده بودم که یکی از آنها به خواب رفته باشد و در میخانه بیدار شده باشد بدون اینکه کفش داشته باشد، آن هم در زمستان، و یا اینکه از صندلی بیفتد. اما من اینطور بودم. به یاد نمیآورم که یکی از آنها در زمستان بیرون مانده باشد چون اجاره خانه را نپرداخته است. اما برای من ویسکی مهمتر از داشتن خانه برای پسرهایم بود. اوضاع خیلی وخیم شد. من میترسیدم به خیابان بروم. بنابراین به بخش کمک به مادران رفتم. این یکی از بدترین اتفاقاتی بود که میتوانست برای یک زن الکلی بیفتد. هر ماه منتظر نامه رسان میماندم مانند هر مادر خوبی. اما به محض اینکه او چک را به من میداد بهترین لباسم را میپوشیدم و دنبال دوست الکلیم میرفتم. وقتی شروع میکردم به مشروب خوردن متوجه نبودم که اجاره پرداخت نشده یا هیچ غذایی در خانه نداریم یا پسرهایم کفش ندارند. آنقدر بیرون میماندم تا پولم تمام میشد. سپس به خانه میرفتم در حالی که وجودم پر از حس پشیمانی بود و نمیدانستم تا گرفتن چک بعدی چه کار باید بکنم. گاهی اوقات از خانه بیرون میرفتم و راه بازگشت به خانه را فراموش میکردم. بیدار میشدم و میدیدم در یک خانه اجاره‌ای کثیف و درب و داغان هستم و سوسک‌ها از همه جا بالا میروند. سپس کارم به جایی رسید که نمیتوانستم ویسکی تهیه کنم. بنابراین به شراب روی آوردم. خیلی حقیر شده بودم. از اینکه دوستانم مرا به آن حالت میدیدند خجالت میکشیدم.
بنابراین به بدترین میخانه‌ای که میتوانستم پیدا کنم میرفتم و اگر هوا روشن بود تا آخر کوچه میرفتم تا مطمئن شوم هیچ کس مرا ندیده است. احساس میکردم دیگر چیزی وجود ندارد که به خاطر آن زندگی کنم. بنابراین چند بار دست به خودکشی زدم. اما همیشه در بخش روانپزشکی بیدار می شدم و دوره درمانی طولانی دیگری را شروع می کردم. پس از مدتی فهمیدم که وقتی چیزی می دزدم بخش روانپزشکی جای خوبی برای پنهان شدن است. فکر می کردم اگر پلیس ها به بیمارستان بیایند، پزشکان به آنها می گویند من دیوانه هستم و نمی دانند که چه کار کردم. اما یک پزشک خوب به من گفت که هیچ مشکلی ندارم غیر از مشروب خوردن زیاد. او گفت اگر دوباره به اینجا برگردم مرا به بیمارستان ایالت میفرستند. نمیخواستم چنین اتفاقی بیفتد. بنابراین دیگر به بخش روانپزشکی نرفتم. حالا به جایی رسیده بودم که از خواب بیدار می شدم و می دیدم عینک دودی دارم و نمیدانستم که آنها را از کجا آوردم. یا بیدار می شدم و می دیدم مقدار زیادی پول دارم و نمیدانستم آن را از کجا آوردم. بعدم فهمیدم که به مغازه ها رفته و لباس دزدیدم و بعد هم آنها را فروختم. یک روز صبح بیدار شدم دیدم $1000 پول دارم. داشتم تلاش می کردم که به یاد آورم که این پول از کجا آمده. در آن لحظه 2 پلیس تنومند آمدند و مرا به زندان بردند. مشخص شد که به یک زن پوستین خز فروخته بودم. پلیس ها او را دستگیر کرده و او به آنها گفته بود که آن را از من خریده است. فوراً با ضمانت آزاد شدم. اما وقتی برای محاکمه رفتم قاضی به من 30 روز حبس داد. وقتی آن 30 روز سپری شد دوباره به دوره قبل بازگشتم. اما خیلی دوام نیاوردم. آنها به من گفتند در طول این دوره مردی را کشتم. اما من هیچ چیز به یاد نمی آوردم. چون مست بودم قاضی فقط حکم حبس 12 سال را به من داد. به لطف خداوند فقط 3 سال را گذراندم. آنجا بود که واقعا فهمیدم AA چیست. من AA را در بیرون زندان رد کرده بودم و حالا در زندان به سراغم آمده بود. امروز از قدرت برترم تشکر می کنم به خاطر اینکه شانس دیگری به من داد و آن AA بود و به من توانایی داد که سعی کنم به الکلی های دیگر کمک کنم. مدت 1 سال است که در خانه‌ام و طی این 4 سال لب به مشروب نزدم. از وقتی به AA رفتم نسبت به قبل دوستان بیشتری پیدا کردم. دوستانی که به من و رفاقم توجه می کنند. دوستانی که توجهی ندارند به اینکه من سیاه پوستم و مدتی در زندان بودم. تنها چیزی که آنها بدان توجه دارند این است که من انسان هستم و میخواهم هوشیار بمانم. از وقتی به خانه برگشتم دوباره مورد احترام 2 پسرم قرار گرفتم. تنها چیزی که مرا می آزارد این است که در شهر من فقط حدود 5 آمریکایی آفریقایی تبار در AA هست. حتی آنهایی که در AA شرکت نمی کنند همونطور که من دوست دارم عمل می کنند. نمیدانم آیا این نیروی عادت است یا چیز دیگری که آنها را در یک مکان نگه می دارد. اما میدانم در AA کارهای زیادی هست که باید انجام داد و هیچ یک از ما نمیتوانیم با توقف کاری انجام دهیم. من فکر می کنم که برخی از آمریکایی آفریقایی تبارها اینجا و نیز جاهای دیگر می ترسند که به جلسات دیگر بروند. من فقط می خواهم بگویم که نباید ترسید. چون در جلسه AA هیچ کس به شما آسیبی نمی رساند. هیچ تبعیض رنگی یا نژادی در AA وجود ندارد. یک بار امتحان کنید و خواهید دید که همه ما در واقع انسان هستیم و با آغوش باز از شما استقبال می کنیم.
من این نوشته را در یکی از انجمنهای AA می نویسم و تمام آخر هفته را اینجا گذراندم و غیر از آدمهای سفید پوست کس دیگری را ندیدم. آنها هنوز من را نخوردند. اگر در آینه نگاه نمی کردم نمی دانستم که سیاه پوست هستم. چون این مردم طوری با من رفتار می کنند که با بقیه رفتار کردند. ما همه بیماری مشابهی داشتیم و اگر به یکدیگر کمک کنیم می توانیم هوشیار بمانیم. شروعی دیر هنگام. 10 سال است که بازنشسته شدم. 7 سال است که به AA پیوستم. حالا صادقانه می توانم بگویم که من الکلی قدردانی هستم. من یک الکلی 75 ساله هستم. 55 سال از این 75 سال را در یک زندگی عادی طبقه متوسط گذراندم. الکل نقش چندانی در زندگیم نداشت. وقتی بود خوب بود، وقتی هم نبود غیبتش زیاد حس نمی شد. در خانه‌ای که من در آن بزرگ شدم یک پدر و مادر مهربان، یک برادر بزرگتر، چند حیوان خانگی، اسب‌های سوارکاری و دوستانی که با روی باز از آنها استقبال می‌شد وجود داشت. مقررات خانه ما سخت بود، اما با تفکر رایج در ربع اول قرن 20 در تضاد نبود. قطعاً من فکر نمی کنم که با من بد رفتاری شده باشد. من در مدارس خصوصی درس می خواندم و بعداً هم به یکی از دانشگاه‌های مید وسترن رفتم. ازدواج کردم. بچه داشتم. کار می کردم و درد مرگ پدر و مادر و یکی از بچه‌هایم را تجربه کردم. البته لذت داشتن دوستان واقعی و موفقیت مالی را هم چشیده بودم. از سوارکاری، شنا و تنیس لذت می بردم و بعد از ظهرهای آرامی را با بچه‌ها، کتاب و دوستان داشتم. بین سنین 55 سالگی و 63 سالگی چه اتفاقی برایم افتاد؟ نمیدانم. آیا یک ژن نهفته ناگهان زندگی خشم آلودی را برای خودش شروع کرد؟ نمیدانم. تنها چیزی که میدانم این است که در سن 65 سالگی مبدل به زنی شدم مثل کرمی کثیف و خزنده که هر چه را که برایش کار کرده بودم از بین می برد و هر رابطه با ارزشی را که داشتم بی حرمت می کرد. همچنین می‌دانم که به واسطه مردم و یک سری شرایط حیرت انگیزی که خدا هادی آن بود در مسیری افتادم که تنها مسیری بود که مرا سالم و هوشیار، سفید و شاد نگه می داشت. 20 ساله بودم که برای اولین بار مشروب خوردم و اگرچه طعم آن را دوست داشتم، حسی را که به من میداد دوست نداشتم. دیگر مشروب نخوردم تا اوایل سن 30 سالگی که فکر می‌کردم مرا خونسرد، آرام و با فرهنگ نشان می‌دهد. اوایل 2 جام مشروب کافی بود و اغلب یک ویسکی اسکاتلندی را روی یخ می‌ریختم و بعد از ظهر می‌خوردم. وقتی 35 ساله بودم پزشکان تشخیص دادند که پسر 12 سالم سرطان لاعلاج دارد. ظرف چند ماه بعد شوهرم تقاضای طلاق کرد. تا 5 سال بعد که پسرم زنده بود به ندرت مشروب می‌خوردم و هیچ وقت به تنهایی مشروب نمی‌خوردم. درد و رنج، ترس، آزار و خستگی باعث می‌شد که مست نشوم. بعدها شادی این در را باز کرد. از 40 سالگی به بعد بود که علاقه‌ام به الکل کم کم زیاد شد. اگرچه همچنان کار می‌کردم، اما خودم را از دیگران جدا کرده بودم تا از پسرم و خواهر کوچکترش مراقبت کنم. هر یک از آنها نیاز به ثبات عشق و امنیت داشت.
بلافاصله پس از مرگ پسرم سعی کردم تا دوباره وارد دنیای بی‌عفتی شوم و شروع کار مستلزم افزایش مشروب بود. مشروب خواری هنوز خیلی زیاد نشده بود، اما کم کم بخشی از زندگی روزانه هم شد. دیگر بدون خوردن کوکتل به من خوش نمی‌گذشت و در مهمانی هایی که مشروب فراهم نبود به ندرت شرکت می‌کردم. همیشه پس از فعالیت‌هایم، چه آموزش تربیت سگ و چه کلاس نقاشی رنگ و روغن، گروه مشروب خواری را پیدا می‌کردم. اواخر این دوره عصرها به تنهایی مشروب می‌خوردم، اما هنوز روزهای زیادی هم بود که اصلاً مشروب نمی‌خوردم. هر اتفاقی که میافتاد بهانه‌ای بود برای جشن گرفتن و افراط در مشروب خوردن و آخر هفته ها هم تا حد خماری مشروب می‌خوردم. با این وجود در همین دوره ارتقای شغلی مهمی پیدا کردم. 49 ساله بودم که با شوهر دومم ازدواج کردم. سالها قبل سرتاسر دوره دبیرستان و 2 سال در دانشگاه با هم ارتباط داشتیم. اما جنگ جهانی دوم ما را از هم جدا کرد. هر یک از ما جای دیگری ازدواج کرده و طلاق گرفته بودیم و 30 سال بعد به طور اتفاقی همدیگر را ملاقات کردیم. با مارتینی و ویسکی اسکاتلندی روی یخ 10 سال زندگی کردیم، خندیدیم و لذت بردیم. وقتی 60 ساله بودم همه می دانستند که من آلوده مشکل بزرگی شدم. شادی‌ها تبدیل به اخم شد، مشاجرات شروع شد و غذاها سوخت. طوفان خشم به کلبه شادمان حمله کرد. ما قبول داشتیم که خیلی زیاد مشروب می‌خوریم. تکنیک‌های دگرگونی، برنامه کنترل زمانی، دستور فقط آخر هفته‌ها بنوش، همه اینها را امتحان کردیم. هیچ کدام اثر نکرد. غیر از خود به وضعیت مالیمان هم خیلی ضرر می‌زدیم. شوهرم شغلش را از دست داد و پس از 2 سال رنج دیدم که از الکلیسم درگذشت. اما مرگ او درس عبرتی برایم نشد و غم و اندوه خود را با بطری تسکین دادم و مشروب خوریم افزایش یافت. اوایل 60 سالگی هر شب مست بودم و تعداد مرخصی‌های شخصی یا استعلاجی من روز به روز بیشتر شد. زندگی برایم جهنم مطلق بود. سر کار اغلب آنقدر لرزش شدید داشتم که از دستور دادن اجتناب می کردم، چون مجبور بودم نامه ها را امضا کنم. هر بهانه‌ای که ممکن بود می آوردم تا بتوانم بیرون بروم و مشروب بخورم. الکلیسم در من شتاب گرفت و غیبت‌هایم سر کار زیاد شد و کارآمدی در من کاهش یافت. چک‌هایم برگشت خورد، جواهراتم را گرو گذاشتم، گریه می‌کردم و مشروب خوردن را ادامه دادم. بالاخره در یک روز سرد زمستانی به الکلی‌های گمنام تلفن زدم و همان روز عصر 2 خانم مرا به جلسه بردند. 25 دقیقه با اتومبیل در راه بودیم و یادم میآید که حرف زدن درباره ترس‌ها و لرزش‌هایم چقدر خوب بود. چقدر آن 2 زن بدون تقویت خود دلسوزیم مهربان بودند. یادم میآید که 1 فنجان قهوه به من دادند که به سختی میتوانستم آن را نگه دارم و میشنیدم که اگر آن تعهد غیر ممکن را بدهم وعده های غیر ممکن به حقیقت میپیوندند. من میخواستم مشروب را کنار بگذارم. خانم ها پیشنهاد کردند که شب بعد به جلسه بانوان بروم و من نیز این کار را کردم. البته در ابتدا مشروب میخوردم و وقتی موقع معرفیم شد گفتم ذهنم به من میگوید الکلی هستم، اما بقیه بدنم چنین چیزی را قبول ندارد. شب بعد برف میبارید و من در خانه ماندم و مشروب خوردم. این پایان اولین تلاشم در AA بود. چند ماه بعد تولد دخترم بود و به همین مناسبت دختر و دامادم را برای شام دعوت کردم.
آنها موقع رسیدن مرا دیده بودند که کف اتاق نشیمن دراز کشیده و بیهوش شدم. خیلی تلاش نکردند. تلاش زیادی لازم نبود که مرا متقاعد کنند برای سمزدایی به بیمارستان بروم. شرمنده و دلشکسته از اینکه باعث شدم تا دخترم چنین آزاری ببیند. 7 روز در مرکز سمزدایی بودم و یک روانشناس واقعا خوب 8 هفته کمک کرد تا من پاک و هوشیار شده و دوباره آماده روبرو شدن با دنیا شوم. دکتر با جدیت پیشنهاد کرد که در برنامه AA شرکت کنم. اما من شرکت نکردم. من معالجه شده بودم و نیاز به کمک بیشتری نداشتم. 1.5 سال بعد بازنشسته شدم. از آزادی جدیدم لذت می بردم و به خودم اجازه دادم که فقط وقتی بیرون شام می خورم کمی مشروب به همراه آن بخورم. این برنامه آنقدر خوب اثر کرد که من قانون جدیدی ساختم. می توانستم یک کوکتل قبل از شام و کمی مشروب پس از شام بخورم. سپس قانون دیگری به وجود آوردم که می گفت می توانم در خانه با دوستانم نیز الکل بخورم. و البته این قانونی بود که مرا یک راست به عمق مستی-های وحشتناک فرستاد. جهنمی به دست خود و در خانه خود ساخته بودم. حمام نمی رفتم. هر روز با همان لباس خواب به سر می بردم. از صدای زنگ در و تاریکی وحشت می کردم. وقتی ساعت 6 بود نمیدانستم 6 صبح است یا 6 عصر. روزها با تیرگی وحشتناکی یکی پس از دیگری می آمدند. به رخت خواب خود می خزیدم و مشروب می خوردم. وقتی به هوش می آمدم می نشستم و در وحشت فاجعه ناشناخته‌ای که فکر می کردم قرار است بر من نازل شود می لرزیدم. یادم می آید که ماتم می گرفتم چون نمی توانستم قهوه درست کنم. یک گوشه کز می کردم و فکر می کردم که چطور می توانم بدون ایجاد دردسر خودکشی کنم. برای خودکشی تلاش می کردم اما می ترسیدم که جسدم بو بگیرد و کسی مرا پیدا نکند. یک بار دیگر دخترم به نجاتم آمد و من برای سمزدایی در بیمارستان بستری شدم. این بار 10 روز آنجا بودم. طی آن دوره جلسات AA در بیمارستان برگزار می شد. وقتی دیدم که جلسات آنها را مرد جوانی اداره می کند که یک پایش در گچ است و با عصا راه می رود خیلی متأثر شدم. خصوصا وقتی فهمیدم او به صورت داوطلبانه این کارها را می کند. دوباره قبل از اینکه آنجا را ترک کنم به من توصیه کردند که در جلسات AA شرکت کنم. بقیه میگویند که مشتاقانه برنامه AA را پذیرفتند. برخلاف آنها من از روی میل وارد اتاقها نشدم و فوراً آنجا را خانه خودم فرض نکردم. با این حال چاره دیگری نداشتم و هیچ راه فراری وجود نداشت که من امتحان نکرده باشم و به شکستی دیگر منتهی نشده باشد. نه فرصتی برای از دست دادن داشتم و نه سلامتی برایم مهم بود. 6 ماه مشروب نخوردم و در جلسات شرکت کردم و گاهی کتاب بزرگ را می‌خواندم. دقیقاً سر وقت به جلسه می‌رفتم، آرام می‌نشستم و به محض آنکه جلسه تمام می‌شد می‌رفتم. من عضو گروه نبودم. تحت تأثیر حرفها قرار نمی‌گرفتم. و پیام‌هایی را که می‌شنیدم اصلاً باور نمی‌کردم. سپس یک روز از من خواستند که حرف بزنم. داشتم منفجر می‌شدم. من اعلام کردم که به هیچ وجه الکلی قدردانی نیستم. از وضعیتم متنفرم. از جلسات لذت نمیبرم و جلسه را با شادابی ترک نمی‌کنم.
من در عضویت نه آزادی دیدم و نه پیشرفت. با این جمله روند درمان من شروع شد. پس از جلسه یکی از زنان به سراغم آمد و پیشنهاد کرد که به من کمک کند تا راهنما پیدا کنم و مرا دقیقاً پیش شخصی برد که به آن نیاز داشتم. این خانم 19 سال هوشیاری داشت و مهمتر از آن گنجینه‌ای از تجربه کمک به الکلی‌ها و راهنمایی آنها از طریق قدم‌های AA داشت. نمیخواهم بگویم که با خوشحالی به سراغ برنامه رفتم. من قصور ورزیدم و خشمگین شدم و از پذیرفتن هر قدمی که مطرح میشد خودداری میکردم. احساس میکردم هر مفهوم جدیدی مرا مورد چالش قرار میدهد و مرا نسبت به راهنمایم سرد میکند. فکر میکردم راهنمایم قصد دارد مرا تحقیر کند. سالها بعد بود که فهمیدم از تغییراتی که برنامه از من میخواست ایجاد کنم کینه داشتم، نه از راهنمایم. او با بردباری و عشق بی قید و شرط مرا هدایت کرد تا ابتدا بپذیرم که در مقابل الکلیسم خود عاجز هستم. پذیرفتم که باید منبع کمکی بالاتر از همه ما وجود داشته باشد و ما با هم سرچشمه قدرتی هستیم که همه میتوانیم به آن متوسل شویم. در آن مرحله فهمیدم که قدرتی برتر از همه ما وجود دارد. با این شناخت مسیر خود به طرف قدرت برترم را پیدا کردم. بر پایه این بنیاد روحانی شروع کردم به ساختن یک زندگی جدید. قدم سوم برایم از همه سخت‌تر بود. اما وقتی آن را به پایان رساندم فهمیدم که اگر وقتی که بتوانم آرامش پیدا کنم به برنامه اعتماد کنم و قدم‌ها را تمرین کنم، نه اینکه با آنها بجنگم، میتوانم با قدم‌های دیگر روبرو شوم. پذیرفتن قدرت برتر نگرشم را درباره مقاومت به طور کامل عوض نکرد. فقط باعث شد که در نتیجه دستورالعمل‌ها رفتاری منطقی‌تر و قابل قبولتر پیدا کنم. برای تمرین هر قدم باز هم مجبور بودم روند پذیرش اینکه هیچ کنترلی بر مشروب خوریم ندارم را مرور کنم. من باید میفهمیدم که قدم‌های الکلی‌های گمنام به دیگران کمک کرده. پس به من هم میتواند کمک کند. باید میفهمیدم که اگر هوشیاری را میخواهم بهتر است قدم‌ها را تمرین کنم. چه آنها را دوست داشته باشم چه نداشته باشم. هر بار به مشکلی برخورد میکردم در نهایت میفهمیدم که دارم با تغییر مقاومت میکنم. راهنمایم به من یادآوری میکرد که AA فقط یک طرح نیست. AA به من فرصت میدهد که کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشم. من به این شناخت رسیدم که همیشه یک تجربه عمیق‌تر و گسترده‌تر در انتظار من است. به یاد میآورم که اوایل از راهنمایم به خاطر وقت زیادی که به من اختصاص داده بود تشکر میکردم. او گفت فکر نمی کنی که شما هم می توانی همین کار را برای دیگران انجام دهی؟ جواب دادم من هیچ وقت دوباره مسئولیت کسی را بر عهده نمی گیرم. این امتناع روند مفید بودن و در نتیجه روند پیشرفتم را به تأخیر انداخت. 2 سال گذشت تا من تمایل پیدا کردم به عنوان منشی گروه کار کنم. 4 سال قبل بود که راضی شدم راهنمای دیگران باشم. امروز با قدردانی واقعی است که به من اجازه داده می شود به زندگی چند زن دیگر وارد شوم. تأثیر آنها در زندگیم باعث شده که شناخت از خودم گسترده و عمیق شود. هر قدمی را که من و تازه واردها تمرین می کنیم، هم او و هم من بینش جدیدی به دست می آوریم و برای این گوهر هوشیاری صورت دیگری پیدا می کنیم.
من اکنون مفتخرم که عضو برنامه‌ای هستم که به من مسیر بیرون آمدن از جهنم را نشان داد. حالا مشتاق هستم تجربه‌ام را با دیگران تقسیم کنم، همونطور که دیگران تجربیات خود را با من تقسیم کردند. درست هر وقت که به تغییر و رشد نیاز دارم، معجزه‌های کوچک فرصت‌های جدیدی به من ارائه می‌دهند. دوستان جدید حقایق پنهان آن گفته‌ها را که روزی من خیلی سطحی می‌دیدمشان به من نشان دادند. درس بردباری و پذیرش را به من یاد داده و گفتند به ماورای ظواهر نگاهی بیاندازم تا کمک و دانشی را که زیر این ظواهر در کمین است را پیدا کنم. هوشیاری و رشدم از لحاظ روحی، احساسی و معنوی به تمایل من به گوش دادن، شناخت و تغییر بستگی دارد. در سال 5 در هنگام تنظیم ترازنامه شخصی سالیانه خود فهمیدم که در توسعه یکی از مسیرهای روحانی در برنامه‌ام موفق نبودم. من آنچه را که آموخته بودم پذیرفته بودم، اما به دنبال رشد شخصی که در دیگران می‌دیدم نرفته بودم. من به اطراف نگاه می کردم و می دیدم که مردم وقتی زندگی می کنند، کار می کنند و در دنیای واقعی هستند، برنامه را با خود دارند. به واسطه کمک های آنها، نصیحت ها و مثال ها، هیجان روزانه ای را که برای پیشرفت شخصیم و تماس با قدرت برترم لازم است را پیدا کردم. من با ترس و تردید به الکلی‌های گمنام نزدیک شدم. سپس با پشتوانه‌ای که داشتم ترغیب شدم و قدم‌های کوچکی در این مسیر جدید برداشتم. وقتی فهمیدم که جای پایم محکم است و هر اقدامی مرا به اعتماد نزدیکتر کرد، اعتماد به نفسم زیاد شد، ایمانم به قدرت برتر افزایش یافت و نوری را که نمیدانستم وجود دارد پیدا کردم. چیزی در درونم تغییر کرد و به منبع جدید قدرت شناخت بردباری و عشق خوش آمد گفت. آن زن خودپسند و منزوی که اعلام کرده بود هرگز دوباره مسئولیت کسی را قبول نمی کند، حالا شور صادقانه را فقط در سودمند بودن می بیند. من این را امتیازی برای کمک به مشروبخواران دیگر در نظر می گیرم. 10 سال است که بازنشسته شدم و 7 سال است که به الکلی‌های گمنام پیوستم. حالا واقعا می توانم بگویم که یک الکلی قدردان هستم. اگر الکلی نشده بودم آدم هوشیار دیگری بودم. در سن 75 سالگی زنی پیر، تنها و بی‌حاصل بودم. تلویزیون تماشا می کردم، سوزندوزی می کردم و هیچ دوستی نداشتم. روز به روز بیشتر در افسردگی کهولت غرق می شدم. ای روزهای مرا با دوستان، خنده، پیشرفت و حس ارزشمند بودن که ریشه در فعالیت‌های مفید دارد پر کرده است. ایمان من به قدرت برترم و ارتباط با او روشن‌تر از آنچه که من تصور می‌کردم می‌درخشد. آن وعده‌هایی که من فکر می‌کردم غیر ممکن است، نیروی پایداری در زندگیم می‌باشند. من آزادم که هر چقدر می‌توانم بخندم. آزادم که اعتماد کنم و مورد اعتماد باشم. آزادم که کمک کنم و کمک بگیرم. من از شرمساری و پشیمانی رها شدم. آزادم که یاد بگیرم، پیشرفت کنم و کار کنم. من از قطار سریع و سیر وحشت و تنهایی که به وضع دردناکی به سوی جهنم میرفت پیاده شدم. و حالا سفری دارم به سوی زندگی شادتر و ایمنتر. آزادی از اسارت. این عضو وقتی جوان بود به ای پیوست.
عقیده دارد که مشروب خواریش نتیجه نواقصی عمیق‌تر بود. در اینجا برای ما میگوید که چگونه آزاد شد. تغییرات روحی که باعث مشروب خواری در من شد سالها قبل از اینکه برای اولین بار مشروب بخورم شروع شده بود. چون من یکی از افرادی هستم که قطعاً پیشینه‌ام ثابت می‌کند مشروب خوریم نشانه مشکلی عمیق‌تر بوده. وقتی تلاش کردم که به علل و شرایط مشکلم بپردازم متقاعد شدم که بیماری روحیم از گذشته‌های دور وجود داشته است. من هیچ وقت به موقعیت‌های عاطفی واکنش نرمالی نشان ندادم. علم پزشکی به من میگوید به واسطه اتفاقاتی که در بچگی برایم افتاده مستعد الکلیسم شده بودم. مطمئن هستم که این درست است. اما ای به من آموخت که مشکلم نتیجه واکنشی است که در بچگی به آنچه که برایم اتفاق افتاده انجام دادم. مهمتر از همه این که ای به من آموخت که به وسیله این برنامه ساده تغییری در این الگوی واکنش ایجاد می شود و در واقع به من اجازه می دهد بدبختی را با آرامش خنثی کنم. من تک فرزند هستم و وقتی 7 سالم بود پدر و مادرم به طور ناگهانی از هم جدا شدند. بدون هیچ توضیحی مرا از خانه‌مان در فلوریدا به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگم در مید وست آوردند. مادرم برای کار به شهری نزدیک رفت و پدرم که الکلی بود نیز بدون هیچ دلیلی رفت. پدر بزرگ و مادر بزرگم برایم غریبه بودند. یادم می‌آید که احساس تنهایی، وحشت و ناراحتی می‌کردم. آن موقع به این نتیجه رسیدم که دلیل ناراحتی و آسیبی که من دیدم این بوده که والدینم را دوست داشتم و نیز نتیجه گرفتم که اگر دیگر به خودم اجازه ندهم که کسی یا چیزی را دوست داشته باشم دیگر هیچ وقت صدمه نخواهم دید. این شد دومین سرشت من که خود را از هر کس یا هر چیزی که احساس می‌کنم دارم به آن علاقه‌مند می‌شوم دور کنم. من با این باور بزرگ شدم که انسان باید کاملا خودکفا باشد. چون هرگز این جرأت را ندارم که به دیگران وابسته شوم. من فکر می کردم زندگی خیلی ساده است. به سادگی بر اساس آنچه که می خواهیم برنامه‌ای درست می کنیم و فقط به شهامت نیاز داریم تا به آن دست پیدا کنیم. اواخر دوره نوجوانی پی به وجود احساساتی بردم که اهمیتی به آنها نمیدادم. بیقراری، اضطراب، ترس و ناامنی. تنها امنیتی که آن زمان می شناختم امنیت مادی بود و احساس کردم که فقط اگر مقدار زیادی پول داشته باشم تمام آن احساسات مزاحم فوراً ناپدید می شوند. این راه حل خیلی ساده به نظر می رسید. با محاسبه ساده تصمیم به ازدواج با فردی خوشبخت و پولدار را اجرا کردم. تنها چیزی که تغییر کرد محیط بیرونی و اطرافم بود و به زودی فهمیدم که حتی با حساب بانکی نامحدود نیز همان احساس ناراحت کننده را دارم. برایم غیر ممکن بود که بگویم شاید فلسفه من اشتباه است و قطعاً نمیتوانستم بگویم شاید من مشکلی دارم. به راحتی میتوانستم خود را متقاعد کنم که بدبختی هایم تقصیر مردی است که با او ازدواج کردم. پس از 1 سال از او طلاق گرفتم. قبل از 23 سالگی دوباره ازدواج کرده و طلاق گرفتم. این بار با یک رهبر ارکستر مهم ازدواج کرده بودم. مردی که خیلی از زنها آن را آرزو دارند. فکر می کردم این به من عزت نفس می دهد و باعث می شود احساس امنیت کنم و ترسهایم کم شود. اما باز هم هیچ چیز در درونم تغییر نکرد. تنها نکته مهمی که در همه این مسائل وجود دارد این واقعیت است که در 23 سالگی به همان اندازه مریض بودم که در 33 سالگی وقتی به ای آمدم
احساس بیماری داشتم. اما آن زمان ظاهراً جایی برای رفتن نداشتم چون مشکل مشروب خواری را نداشتم. اگر می توانستم به روانپزشک حس پوچی، تنهایی و بی‌هدفی که همراه با حس شکست پس از طلاق دومم به وجود آمده بود را توضیح دهم، فکر نمی کنم آن دکتر باز هم به خوبی می توانست مرا قانع کند که مشکل اصلیم یک کمبود روحانی است. اما ای به من نشان داده که این حقیقت دارد. اگر می توانستم در آن زمان به کلیسا روی بیاورم، مطمئنم که آنها نمی توانستند مرا قانع کنند که بیماریم درون خودم است. و نیز نمی توانستند به من نشان دهند که اگر می خواهم زنده بمانم نیاز مبرم به خودشناسی مانند آنچه ای به من نشان داده دارم. بنابراین جایی برای رفتن نداشتم، یا اینطور به نظرم می رسید. بعد از اینکه درباره مشروب خواری چیزهایی فهمیدم، از هیچ کس نمی ترسیدم. از همان ابتدا به نظرم رسید که با مشروب همیشه می توانم به دنیای خصوصی کوچکم عقب نشینی کنم. جایی که هیچ کس نمی توانست به من برسد و صدمه‌ای به من وارد کند. بالاخره وقتی عاشق شدم، عاشق مردی الکلی شدم و تا 10 سال آینده با سرعتی که ممکن بود به سوی الکلیسم حرکت کردم. در این زمان در کشور ما جنگ بود. شوهرم از اولین کسانی بود که اونیفرم پوشید و به جنگ رفت. واکنشم به این مسئله از بسیاری جهات شبیه واکنشی بود که وقتی 7 سالم بود و پدر و مادرم مرا ترک کردند از خود نشان دادم. ظاهراً من از لحاظ جسمی به طور عادی رشد کرده بودم، اما بین این سالها در من بلوغ احساسی اصلاً وجود نداشت. حالا میفهمم که این مرحله از رشدم به واسطه شیفتگی به خودم متوقف گردیده و خودمحوریم به درجه‌ای رسید که سازگاری با آنچه خارج کنترل من بود غیر ممکن به نظر می رسید. من غرق در خوددلسوزی و کینه بودم و تنها افرادی که این نگرش مرا قبول داشتند یا من احساس می کردم که مرا درک می کنند کسانی بودند که در میخانه ها می دیدم و مثل خودم مشروب می خوردند. فرار از خودم روز به روز ضروری تر می شد. چون وقتی هوشیار بودم پشیمانی و شرم و تحقیر تقریبا غیر قابل تحمل بود و این تنها راه ممکنه توجیه مشروب خوردن در لحظات هوشیاری تا رسیدن به فراموشی کامل بود. شوهرم بالاخره برگشت، اما خیلی طول نکشید که فهمیدیم نمیتوانیم زندگیمان را ادامه دهیم. در آن وقت آنقدر در فریب دادن خودم استاد شده بودم که خود را قانع کردم که من جنگی را شروع کردم و منتظرم این مرد به خانه بیاید و هرچه کینه و خوددلسوزیم افزایش می‌یافت مشکل الکل هم بیشتر می‌شد. 3 سال آخر مشروب خواریم در محل کار نیز مشروب می‌خوردم. نیروی اراده‌ای که طی ساعت‌های کاری برای کنترل مشروب خواری به کار می‌بردم مفید واقع شد و باعث شد پست ریاست را به دست بیاورم. چیزی که این نیروی اراده را تقویت می‌کرد این بود که می‌دانستم به محض اینکه روز کاری به پایان برسد تا حد فراموشی مشروب می‌خورم. هرچند که از درون به حد مرگ وحشت زده بودم، چون می‌دانستم کم کم وقت آن فرا می‌رسد که توانایی نگه داشتن آن شغل را نداشته باشم. شاید نمی‌توانستم هیچ شغلی را نگه دارم و یا شاید برایم مهم نبود که شغل داشته باشم یا نه. می‌دانستم که هیچ فرقی نمی‌کند از کجا شروع کردم، اما پایان آن پستی و بدبختی خواهد بود. تنها واقعیتی که به واسطه تکرارش بر من تحمیل شده بود این بود که من باید مشروب بخورم و فکر می کردم هیچ کاری نمی توان برای آن انجام داد.
در همین زمان مردی را ملاقات کردم که 3 بچه بی مادر داشت و به نظر می رسید راه حلی برای مشکلم باشد. من هیچ وقت بچه نداشتم و این در بسیاری مواقع بهانه خوبی برای مشروب خوریم بود. به نظرم منطقی بود که اگر با این مرد ازدواج کنم به عهده گرفتن مسئولیت بچه ها مرا هوشیار نگه می دارد. بنابراین دوباره ازدواج کردم. حرف یکی از دوستانم در ای یادم آمد وقتی داستانم را تعریف کردم. گفت این برنامه برایم مثل آب خوردن است، چون همیشه به آدمها علاقه‌مند بودم، زیرا من همه آدمها را یکی می‌دانستم. بچه‌ها تقریباً 3 هفته مرا هوشیار نگه داشتند و پس از آن آخرین مشروب خوریم را شروع کردم. بارها در ای شنیدم در زندگی هر الکلی فقط یک مستی خوب وجود دارد و این همان است که ما را به ای می آورد و من این را باور دارم. به مدت 60 روز بیوقفه مست بودم و قصدم این بود که آنقدر مشروب بخورم تا بمیرم. طی این دوره به خاطر مستی در اتومبیل برای 2مین بار به زندان رفتم. من فکر می کنم که بار دوم برای انسان کمتر از بار اول حقارت آمیز است. بالاخره خانواده‌ام در کمال ناامیدی به یک پزشک متوسل شدند و او ای را پیشنهاد کرد. آدم‌هایی که می آمدند بلافاصله می فهمیدند که من در شرایطی نیستم که جذب برنامه شوم. مرا به آسایشگاه بردند تا سمزدایی شوم و بتوانم تصمیم هوشیارانه‌ای برای خودم بگیرم. اینجا بود که برای اولین بار فهمیدم که به عنوان الکلی هیچ حق و حقوقی ندارم. وقتی من مست هستم جامعه میتواند هر کاری میخواهد با من انجام بدهد و من نمیتوانم هیچ کاری بکنم. چون به خاطر تهدید و خطری که برای خود و آدمهای اطرافم ایجاد کردم حقوق خود را از بین بردم. وقتی متوجه شدم که بدون هیچ گونه تعهد اجتماعی زندگی کردم و معنای مسئولیت اخلاقی نسبت به هم نوعانم را نمیدانم، شرمساری عمیقی به سراغم آمد. 8 سال قبل در اولین جلسه ای شرکت کردم و با حس عمیق قدردانی میتوانم بگویم که از آن وقت تا کنون لب به مشروب نزدم و هیچ داروی مسکن یا ماده مخدری استفاده نکردم، چون این برنامه برایم برنامه هوشیاری کامل است. من دیگر نیازی به فرار از واقعیت ندارم. یکی از بزرگترین چیزهایی که ای به من آموخته این است که واقعیت 2 بعد دارد. من قبل از برنامه فقط بعد ترسناک آن را شناخته بودم، اما حالا فرصت پیدا کردم تا درباره بعد خوشایند آن نیز چیزهایی یاد بگیرم. اعضای ای که راهنمایم بودند در ابتدا به من گفتند که من نه تنها راهی برای زندگی بدون مشروب، بلکه راهی برای زندگی بدون تمایل به مشروب پیدا می کنم. البته اگر این کارهای ساده را انجام دهم. آنها گفتند که این برنامه بدین صورت عمل می کند: صداقت، فکر باز، تمایل و کتاب بزرگ. ما اینها را اصول اساسی بهبودی می دانیم. آنها پیشنهاد کردند که کتاب ای را مطالعه کنم و تلاش کنم 12 قدم را طبق توضیح کتاب تمرین کنم. چون نظر آنها این بود که استفاده از این اصول در زندگی روزانه ما را هوشیار خواهد کرد و هوشیار نگه خواهد داشت. من به این عقیده دارم و نیز عقیده دارم که تمرین این اصول به بهترین نحو و در عین حال نوشیدن مشروب غیر ممکن است، چون فکر نمی کنم این 2 با هم سازگاری داشته باشند. من هیچ مشکلی برای پذیرفتن عجز خود در مقابل الکل نداشتم و قطعاً موافق بودم که اختیار زندگی از دستم خارج شده است. من فقط باید بر تفاوت میان نقشه هایی که سالها پیش برای خود داشتم
و اتفاقاتی که برایم افتاد تعمق می کردم تا بفهمم که چه مست باشم چه هوشیار نمی توانم زندگیم را کنترل کنم. ای به من آموخت که تمایل به باور برای شروع کافی است. این در مورد من درست بود، وگرنه نمی توانستم جمله سلامت عقل را به ما بازگردان را قبول کنم. چون اعمالم قبل از ای چه مست بودم چه هوشیار، اعمال آدم سالم نبود. تمایل من به صداقت و درست کار بودن باعث شد بفهمم که افکارم غیر منطقی بوده است، یا اینطور بوده که من نمی توانستم رفتار غیر منطقیم را توجیه کنم. در واژه‌نامه به یک تعریف ساده برخوردم که می گفت توجیه عقلی ارائه دلیلی است که از لحاظ اجتماعی قابل قبول است، اما برای رفتاری که از لحاظ اجتماعی غیر قابل قبول است نوعی دیوانگی محسوب می شود. ای به من آرامشی هدفمند و فرصت مفید بودن برای خدا و آدمهای اطرافم را داده است و من می‌دانم که این اصول مرا به هدفم می‌رساند و بدون خطاست. ای به من آموخته که دقیقاً به همان مقداری که به زندگی آدم‌های دیگر آرامش بیاورم، آرامش خاطر خواهم داشت و معنای واقعی این جمله را به من آموخته. خوشبخت کسی است که این چیزها را می‌داند و به آنها عمل می‌کند. چون تنها مشکلاتی که من دارم مشکلاتی است که از اراده شخصی خودم ناشی می‌شوند. از وقتی وارد این برنامه شدم تجربه‌های روحانی بسیاری داشتم که خیلی از آنها را با گذشت زمان تشخیص می‌دادم. چون من در یادگیری کند هستم و این تجربه‌ها هم صورت‌های زیادی به خود می‌گیرند. اما یکی از آنها خیلی مهم است و من دوست دارم هر جایی که بتوانم آن را به دیگران انتقال دهم. با این امید که همانطوری که به من کمک کرده به دیگران هم کمک کند. همانطور که قبلا گفتم خود دلسوزی و کینه همراهان همیشگی من بودند و ترازنامه‌ام شبیه یک دفتر خاطرات 30 ساله شد، چون من از هر کسی که می شناختم کینه داشتم. بلا فاصله همه آنها با عملکرد برنامه برایم حل شد. این کینه نسبت به مادرم بود و 25 سال بود که ادامه داشت. من این کینه را تقویت و تشدید کرده و آن را پرورش داده بودم. این مثل نفس کشیدن بخشی از وجودم شده بود. این بهانه من برای عدم تحصیلات، شکست‌های شخصی، بیکفایتی و البته الکلیسم شده بود. و هرچند که فکر می‌کردم دلم می‌خواست از آن رها شوم. اما حالا می‌دانم که تمایل نداشتم آن را رها کنم. با این حال یک روز صبح احساس کردم که باید از آن رها شوم. چون فرصتم داشت تمام می‌شد و اگر از شر آن خلاص نمی‌شدم دوباره مست می‌شدم. و من دیگر نمیخواستم کارم به مستی بکشد. آن روز صبح در دعاهایم از خدا خواستم تا راهی را به من نشان بدهد که از این کینه رها شوم. روزی یکی از دوستانم برایم چند مجله خرید تا به یک گروه بیمارستانی که من به آن علاقه داشتم ببرم. نگاهی به آنها انداختم. مقاله‌ای دیدم که یکی از کشیشان برجسته نوشته بود و کلمه کینه به چشمم خورد. او می گفت اگر کینه‌ای دارید که می خواهید از شر آن رها شوید، برای شخص یا چیزی که از آن کینه دارید دعا کنید، سپس رها می شوید. اگر در دعا از خدا هر چرا که برای خود می خواهید برای آنها هم بخواهید، رها خواهید شد. سلامتی، سعادت و شادی آنها را بخواهید، آن وقت رها می شوید. حتی وقتی به صورت قلبی خواهان آن نباشید و فقط آن را به زبان آورید بدون اینکه قصدی داشته باشید، باز هم این کار را انجام دهید. هر روز و به مدت 2 هفته این کار را انجام دهید و آن وقت می‌بینید که به آن مقصود رسیده اید.
و اینها را واقعا برایشان می‌خواهید و خواهید دید که آن احساس عصبانیت، کینه و تنفری که همیشه داشتید حالا تبدیل به احساس دلسوزی، مهربانی، درک و عشق می‌گردد. این برایم مؤثر واقع شد و از آن وقت تا کنون نیز خیلی اوقات مؤثر بوده و هر موقع هم که بخواهم مؤثر خواهد شد. گاهی اوقات مجبورم ابتدا تمایل بخواهم که همیشه به همراهش میآید و چون برای من مؤثر بوده برای همه ما مؤثر خواهد بود. همونطور که مرد بزرگ دیگری میگوید تنها آزادی واقعی که انسان میشناسد انجام کاری است که باید انجام دهد چون میخواهد آن را انجام دهد. این تجربه بزرگ که مرا از اسارت نفرت آزاد کرد و عشق را جایگزین آن نمود باز هم این حقیقتی را که میشناسم اثبات میکند. من هر چه را که نیاز دارم در الکلی‌های گمنام به دست میآورم. وقتی آنچه را که نیاز دارم به دست میآورم میفهمم که این همان چیزی است که همیشه میخواستم. الکلی‌های گمنام. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. الکلی‌های گمنام به او آموخت که چگونه هوشیاری را نگاه دارد. اگر خدا بخواهد ما هیچ وقت مجبور نیستیم دوباره مشروب بخوریم. اما باید موضوع کنترل هوشیاری دغدغه هر روز ما باشد. وقتی فقط مدت کوتاهی در AA بودم یکی از کهنه‌کاران چیزی به من گفت که از آن وقت تا کنون زندگیم را تحت تأثیر قرار داده است. AA به ما نمیگوید چگونه با مشروب خواری خود دست و پنجه نرم کنیم، بلکه به ما می‌آموزد چگونه هوشیاری را کنترل کنیم. فکر می‌کنم همیشه می‌دانستم که راه کنترل مشروب خواری رها کردن آن است. اولین باری که مشروب خوردم 13 سال داشتم و پدرم برای جشن سال نو یک جام کوچک شراب شیرین اسپانیولی به من داد. در حالی که به رخت خواب رفتم کمی سرم گیج می‌رفت، ولی نشاط و هیجان داشتم. دعا کردم دیگر مشروب نخورم، اما خوردم. وقتی به سن دانشگاه رسیدم دوباره مشروب خوردم. مدتی بعد وقتی به الکلیسم کامل رسیدم همه به من گفتند باید ترک کنم. من هم مثل اکثر الکلی‌های دیگر که می شناختم چندین بار مشروب خواری را ترک کردم. یک بار به مدت 10 ماه البته به تنهایی این کار کردم و چندین بار هم بستری شدم. متوقف کردن مشروب خواری کار بزرگی نیست. متوقف ماندن در هوشیاری کار بزرگی است. برای انجام این کار به AA آمدم تا یاد بگیرم چگونه هوشیاری را کنترل کنم و همان چیزی بود که من نمیتوانستم. دلیلش مشروب خواری مجدد من بود. من در کانزاس بزرگ شدم. تک فرزند بودم و پدر و مادری مهربان داشتم که فقط تفریحی مشروب می‌خوردند. ما همیشه در حال اسباب کشی و تغییر مکان بودیم. تا دبیرستان هر سال مدرسه‌ام را عوض می‌کردم. به هر مکان جدیدی که می‌رفتم بچه جدیدی بودم. بچه‌ای لاغر و کمرو تا همه آزمایشم کنند و کتکم بزنند. به محض اینکه شروع به پذیرفتنم می‌کردند دوباره از آنجا می‌رفتیم. وقتی به دبیرستان رسیدم همیشه شاگرد اول بودم. در دانشگاه هم همیشه ممتاز بودم و همان وقت ویراستار سال نمای آموزشی شدم. وقتی هنوز دانشجو بودم اولین مقاله‌ام را به یکی از مجلات فروختم. حالا در مهمانی‌ها مشروب می‌خوردم. به محض فارغ التحصیلی به نیویورک عزیمت کردم تا شغل نویسندگی را دنبال کنم.
کار خوبی در یک شرکت نشر پیدا کردم و گاهی اوقات به طور پنهانی در مجله‌های دیگر هم کار می‌کردم. همه مرا پسر شگفت انگیز می‌خواندند و خود من کم کم داشت باورم می‌شد. گاهی اوقات پس از کار با همکارانم به میخانه می‌رفتیم. در سن 22 سالگی هر روز مشروب می‌خوردم. پس از آن به نیروی دریایی پیوستم و به عنوان ناوبان دوم به کار گماشته شدم. سپس به دریا رفتم و به عنوان افسر توپخانه در گارد ناوشکن خدمت کردم و دریابان شدم. دوبار درگیر مشکلات انضباطی شدم که ناشی از مشروب خوردن بود. در سال آخر خدمت در نیروی دریایی با دختری مهربان و سرزنده ازدواج کردم که از مشروب خوردن لذت می برد. وقتی کشتی ما در نیویورک بود معمولاً در میخانه ها و محافل شبانه در حال خوشگذرانی بودم. وقتی به ماه عسل رفته بودیم شب و روز کنار رخت خوابمان شامپاین خنک وجود داشت. نتیجه معلوم بود. در 29 سالگی به خاطر مشروب خواری از عهده زندگی بر نمی آمدم. ترس‌های عصبی آزارم میداد و گاه و بیگاه لرزش‌های غیر قابل کنترلی داشتم. کتاب‌های ارتقاء نفس را خواندم و با اشتیاق شدید به دین روی آوردم. الکل قوی را ترک کردم و به شراب روی آوردم. اما به خاطر شیرینی آن مریض شدم و به آبجو روی آوردم. آبجو زیاد قوی نبود. بنابراین یک جرعه ودکا به آن اضافه می کردم و مشکلم بدتر از قبل شد و شروع به دزدیدن مشروب کردم. برای درمان خماری وحشتناکم مشروب صبحگاهی را کشف کردم. عبارت قدیمی پسر شگفت انگیز کم کم ناپدید شد و شغلم شروع به افت کرد. اگرچه بلند پروازی هنوز در وجودم سوسو میزد، اما حالا شکل خیال پردازی را به خود گرفته بود. ارزش‌هایم تغییر کرد. پوشیدن لباس‌های گران قیمت و اینکه متصدیان بار قبل از اینکه سفارش بدهم بدانند چه چیزی برایم میآورند و یا سرپیش خدمت‌ها مرا بشناسند و بهترین میز را نشانم دهند و بازی ورق با قمارهای خیلی بالا را ارزش‌های والای زندگی می‌دانستم. گیجی، سردرگمی و کینه به زندگیم راه یافت. با هر مشروبی که می‌خوردم توان دروغ گفتن و فریب خود از درون افزایش می‌یافت. در واقع حالا مجبور بودم برای اینکه زنده بمانم الکل بنوشم تا از عهده نیازهای زندگی هر روزه برایم. وقتی به ناامیدی یا ناکامی برمیخوردم که هر روز بیشتر میشد، راه حل برایم مشروب خوردن بود. من همیشه نسبت به انتقاد خیلی حساس بودم و حالا هم همینطور هستم. هنگامی که مورد انتقاد قرار می گرفتم یا سرزنش می شدم، بطری مشروب پناهگاه و مایه تسلی من بود. وقتی با یک چالش یا رویداد اجتماعی روبرو می شدم، مثل کارهای تجاری مهم یا مهمانی شام و یا سخنرانی، باید خودم را با مقداری مشروب تقویت می کردم. اغلب افراط می کردم و درست همان موقعی که می خواستم به بهترین نحو عمل کنم رفتار نامناسبی از خود نشان می دادم. به عنوان مثال 50مین سالگرد ازدواج پدر و مادر همسرم بود و این فرصتی برای تجدید دیدار خانواده در خانه ما بود. با وجود التماس‌های همسرم با وضعیت بدی به خانه رسیدم. یادم می‌آید که بطری مشروب در دستم بود و به سختی خودم را روی زمین می‌کشیدم. در زیر پیانوی بزرگی مخفی شده بودم و با نهایت رسوایی به اتاقم رفتم و در آنجا حبس شدم. علیرغم همه اینها از درون رنج می‌بردم، چون کارایی و پیشرفت‌هایم دیگر با انتظاراتی که از خودم داشتم منطبق نبود. من باید این درد را با الکل تسکین می‌دادم. البته هرچه بیشتر مشروب می‌خوردم، انتظاراتم غیر واقعی‌تر و کارایی من ضعیف‌تر می‌شد و شکاف بین این دو بیشتر آشکار می‌شد. بنابراین نیاز به مشروب هم افزایش می‌یافت. در سن 40 سالگی برآمدگی بزرگی در شکمم ایجاد شده بود
و من میترسیدم که تومور باشد. دکتر گفت که این برآمدگی مربوط به بزرگ شدگی کبد است و باید مشروب خوردن را ترک کنم. ترک کردم. بدون هیچ کمک خارجی و بدون هیچ مشکلی مشروب نخوردم. من باید بدون آن ماده تسلی بخش داروی بی‌حس کننده و بدون عصای زیر بغلم با نیازهای زندگی روزمره کنار می آمدم و این را دوست نداشتم. بنابراین وقتی پس از 10 ماه بیماریم بهبود یافت، مشروب خواری را از سر گرفتم. طولی نکشید وضعیتم مثل قبل خیلی بد شد. هر روز و تمام طول روز دیوانه‌وار تلاش می کردم که کنترلش کنم و حالا مشروب خوریم مخفیانه شده بود، چون همه می دانستند که من نباید مشروب بخورم. مجبور بودم به جای مشروب خوردن در میخانه‌های مجلل یک بطری ودکا داخل کیفم بگذارم و در توالت‌های عمومی بطری را بالا دهم تا بتوانم سر کار حاضر شوم. در 2 سال بعدی به شدت مریض شدم. بزرگی کبدم به سیروز تبدیل شد. هر روز صبح استفراغ می کردم. از غذا خوشم نمی آمد. از بیهوشی های مکرر رنج می بردم. خون‌دماغ‌های شدیدی داشتم. سر تا سر بدنم پر از کبودی بود. خیلی ضعیف شده بودم و به سختی می توانستم خودم را به این طرف و آن طرف بکشانم. کارفرمایم یک هشدار به من داد. باز هم یکی دیگر. بچه‌هایم از من دوری می کردند. وقتی نیمه های شب با لرزش و ترس و خیس عرق بیدار می شدم، می شنیدم که همسرم در رخت خواب کنارم به آرامی گریه می کند. دکترم به من هشدار داد که اگر ادامه دهم ممکن است از قسمت مری خونریزی پیدا کنم و بمیرم. اما حالا چاره دیگری وجود نداشت. من باید مشروب می خوردم. آنچه که دکتر پیش بینی کرده بود و به من هشدار داده بود بالاخره اتفاق افتاد. در شیکاگو به یک انجمن رفته بودم و شب و روز عیاشی می کردم. ناگهان شروع کردم به استفراغ کردن و از مقعدم مقدار زیادی خون خارج شد. من که حالا ناامید بودم احساس می کردم برای همسرم و بچه هایم و همه کسانی که در زندگیم هستند بهتر است که همینطور پیش بروم تا بمیرم. احساس کردم مرا در برانکارد گذاشتند و با آمبولانس به بیمارستانی ناشناس رساندند. روز بعد که بیدار شدم لوله هایی در هر دو دستم گذاشته بودند. ظرف 1 هفته حالم بهتر شد و می توانستم به خانه بروم. پزشکان به من گفتند که اگر یک بار دیگر مشروب بخورم آخرین مشروبم خواهد بود. فکر می کردم که درسم را یاد گرفتم. اما فکرم هنوز پریشان بود و هنوز هم نمی توانستم بدون کمک با زندگی روزمره دست و پنجه نرم کنم. ظرف 2 ماه دوباره مشروب خوردن را شروع کردم. از 6 ماه بعد 2 مرتبه دیگر مری من خونریزی کرد. هر بار به طور معجزه آسایی جان سالم به در بردم. اما باز هم مشروب خواری را تکرار کردم. حتی به طور پنهانی یک بطری ودکا به بیمارستان بردم. دکترم بالاخره گفت که دیگر کاری از دستش بر نمی آید و مرا نزد روانپزشکی فرستاد که در همان ساختمان پزشکان کار می کرد. از قضا و به لطف خداوند او دکتر هری تیبوت بود. یکی از روانپزشکانی که بیش از هر کس دیگری در دنیا درباره الکلیسم اطلاعات داشت. همان وقت او یکی از اعضای غیر الکلی هیئت امنا در خدمات عمومی الکلی‌های گمنام بود. و این دکتر بود که مرا تشویق کرد از طریق AA در جستجوی کمک باشم. من راهنما پیدا کردم و در جلسات هم حضور میافتم. اما به مشروب خوردن ادامه دادم. بعد از چند روز خود را در مرکز درمان برای کمک به ترک الکل یافتم. وقتی آنجا بودم کتاب بزرگ را خواندم و از طریق برنامه بهبودی AA جاده برگشت به سلامتی روانی را به آهستگی پیمودم.
وقتی روزهای هوشیاری تبدیل شد به ماه‌های هوشیاری و سپس سالهای هوشیاری، زندگی جدید و زیبایی از میان پرتوهای تیره زندگی قبلی پدیدار شد. رابطه‌ای که قبل از اینکه الکلیسم من حاد شود آن را نشناخته بودیم. او دیگر شبها گریه نمی کند. وقتی بچه‌هایمان بزرگ شدند می توانستم برای آنها پدری باشم که بیش از همیشه به آن نیاز داشتند. شرکتی که در آن کار می کردم به سرعت وقتی قابل اعتماد بودنم برای آنها محرز شد مرا ارتقا دادند. من که دوباره سلامتیم را به دست آورده بودم دونده‌ای مشتاق، دریانورد و اسکیباز شدم. همه اینها و خیلی بیشتر از اینها را ای به من داد. اما علیرغم همه اینها به من آموخت که چگونه هوشیاری را کنترل کنم. من یاد گرفتم که چگونه با مردم ارتباط برقرار کنم. قبل از ای اصلا نمی توانستم بدون الکل این کار را به راحتی انجام دهم. یاد گرفتم که با ناامیدی و مشکلاتی که زمانی مرا مستقیما به سوی بطری میفرستاد دست و پنجه نرم کنم. من فهمیدم که نام این بازی متوقف کردن مشروب خواری نیست، بلکه هوشیار ماندن است. الکلی ها می توانند مشروب خوردن را در خیلی جاها و به روش های مختلف متوقف کنند. اما الکلی های گمنام به من روشی برای هوشیار ماندن ارائه می دهد. اگر خدا بخواهد ما اعضای ای دیگر مجبور نیستیم مشروب خوردن را کنترل کنیم، بلکه مجبوریم هر روز هوشیاری را کنترل کنیم. چگونه این کار را انجام می دهیم؟ از طریق تمرین 12 قدم و در میان گذاشتن تجربیاتمان در جلسات یاد می‌گیریم چگونه با مشکلاتی کنار بیاییم که در روزهای مشروب خواریمان فکر می‌کردیم مشروب حلشان می‌کند. به عنوان مثال در ای به ما می‌گویند که ما نمی‌توانیم با کینه‌ها و خوددلسوزی کنار بیاییم. بنابراین ما یاد می‌گیریم که از این نگرش‌های ذهنی فاسد اجتناب کنیم. همچنین وقتی از طریق قدم‌های 4 و 5 برنامه بهبودی زواید را از ذهن خود پاک می‌کنیم، از احساس گناه و پشیمانی رها می‌شویم. ما یاد می‌گیریم که چطور نوسانات عاطفی که ما را به دردسر می‌اندازد از بین ببریم. به ما آموختند که بین خواسته‌هایمان که هرگز برآورده نمی‌شوند و نیازهایمان که همیشه مهیا می‌شوند تفاوت قائل شویم. ما بارها گذشته و دلواپسی‌های آینده را دور می‌اندازیم و در زمان حال شروع به زندگی می‌کنیم. موهبت آرامش پذیرفتن چیزهایی که نمی‌توانیم تغییر دهیم به ما عطا شده است. بنابراین به سرعت خشمگین شدن و حساسیت نسبت به انتقاد را از دست داده‌ایم. بالاتر از همه اینها ما از خیال بافی اجتناب می‌کنیم و واقعیت‌ها را می‌پذیریم. قبلا هرچه بیشتر مشروب می‌خوردم بیشتر خیال پردازی می‌کردم. بارها و بارها صحنه‌هایی را که در آن به طور معجزه‌آسا از میخانه‌ها نجات پیدا می‌کردم در نظر مجسم می‌کردم. جایی که وقتی مشروب می‌خوردم به موقعیت، قدرت و شهرت دست پیدا می‌کردم. من در دنیای رویایی و خیالی زندگی می کردم. ای مرا به آرامی از این خیال پردازی به سوی پذیرش واقعیت با آغوشی باز هدایت کرد. برایم این خیلی زیبا بود، چون بالاخره با خودم، با دیگران و با خدا راحت بودم و آرامش داشتم. پیوستها 1. سنت‌های الکلی‌های گمنام. 2. تجربه روحانی. 3. نظریه پزشکی در مورد الکلی‌های گمنام. 4. جایزه لاسکر. 5. نظریه مذهبی در مورد الکلی‌های گمنام. 6. چطور با الکلی‌های گمنام تماس حاصل کنیم؟ 7. 12 مفهوم خدماتی، فرم کوتاه. 1. سنت‌های الکلی‌های گمنام.
از نظر کسانی که اکنون در حمایت الکلی‌های گمنام هستند، این انجمن تفاوت بین بدبختی و هوشیاری و در بسیاری موارد بین مرگ و زندگی را نشان داده است. و البته برای الکلی‌هایی که هنوز به آنها دسترسی پیدا نشده است هم این مطلب میتواند صادق باشد. بنابراین تاکنون هیچ جمعیتی به اندازه ما به اینکه دائم مؤثر باشیم و به یکدیگر بستگی داشته باشیم نیاز نداشته است. ما الکلی‌ها می‌دانیم که باید با یکدیگر همکاری کنیم و متفق باشیم و الا اکثرمان بالاخره در تنهایی از بین می‌رویم. ما معتقدیم سنت‌های 12گانه الکلی‌های گمنام بهترین جواب تجربه ما به این سوال است که چطور جمعیت الکلی‌های گمنام می‌تواند بهترین کاربرد را داشته باشد و چطور می‌تواند یک پارچه بماند و از میان نرود. در صفحه بعد سنت‌های 12گانه الکلی‌های گمنام به صورت خلاصه‌ای که اکنون در میان ما متداول است به نظر خواهد رسید. این فرم فشرده متن اصلی و کامل سنت‌های 12گانه الکلی‌های گمنام است که برای اولین بار در سال 1946 به چاپ رسید. از آنجا که متن کامل از صراحت و ارزش تاریخی بیشتری برخوردار است، آن را نیز در صفحات بعد منظور کرده‌ایم. سنت‌های 12گانه 1. منافع مشترک ما میبایست در رأس کار قرار گیرد. بهبودی هر یک از ما به اتحاد الکلی‌های گمنام بستگی دارد. 2. در ارتباط هدف گروهی ما فقط یک مرجع وجود دارد و آن پروردگار مهربان است، بدان گونه که خود را در وجدان گروه بیان کند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتمادند و حکومت نمی کنند. 3. تنها شرط عضویت در الکلی‌های گمنام تمایل به قطع نوشیدن است. 4. هر گروه میبایست مستقل باشد، به استثناء مواردی که به دیگر گروه‌ها و الکلی‌های گمنام در جمع تأثیر بگذارد. 5. هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام خود به الکلی‌هایی است که هنوز در عذابند. 6. الکلی‌های گمنام هرگز نمیبایست هیچ مؤسسه مرتبط و یا هر سازمان دیگری را تایید کند و یا کمک مالی نماید یا اجازه استفاده از نام الکلی‌های گمنام را به آنها بدهد، زیرا ممکن است که مسائل مالی، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد. 7. هر گروه الکلی‌های گمنام میبایست کاملا خودیار باشد و کمکی از خارج دریافت نکند. 8. الکلی‌های گمنام میبایست برای همیشه غیر حرفه‌ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما میتوانند کارمندانی استخدام کنند. 9. ما تحت عنوان الکلی‌های گمنام هرگز نمیبایست متشکل شویم، اما می توانیم هیئت‌ها و کمیته‌هایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر گروه مسئول باشند. 10. الکلی‌های گمنام هیچ عقیده‌ای در مورد موضوعات خارجی ندارد و نام الکلی‌های گمنام هرگز نمیبایست وارد مسائل اجتماعی شود. 11. خط مشی روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است، نه تبلیغ. ما بایست همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم. 12. گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما می باشد و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم. متن کامل سنت‌های 12گانه الکلی‌های گمنام. فرم بلند. تجربه ما در الکلی‌های گمنام نشان داده است: 1.
هر یک از اعضای الکلی‌های گمنام فقط جزء کوچکی از کل است. نتیجتاً الکلی‌های گمنام باید به حیات خود ادامه دهد و الا اکثر ما یقیناً خواهیم مرد. بنابراین منافع مشترک ما در رأس قرار دارد و رفاه فردی بلافاصله دنبال آن قرار می‌گیرد. 2. در ارتباط با هدف گروهی ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد و آن خداوند مهربان است، بدان گونه که خود را در وجدان گروه بیان می کند. 3. عضویت ما می بایست تمام افرادی را که مبتلا به الکلیسم هستند را در بر بگیرد. بنابراین به هیچ یک از کسانی که تمایل به بهبودی دارند جواب رد داده نخواهد شد و هرگز عضویت ما به پول یا تمکن بستگی نخواهد داشت. وقتی 2 یا 3 الکلی به منظور هوشیاری دور هم جمع شوند، می توانند خود را یک گروه الکلی‌های گمنام بنامند، مشروط بر آنکه به عنوان گروه به هیچ جا بستگی نداشته باشند. 4. هر گروه در مورد مسائل مربوط به خود فقط میبایست به وجدان گروه مراجعه کند و به هیچ مرجع دیگری جوابگو نباشد. اما در صورتی که این مسائل بر گروه‌های دیگر نیز تأثیر بگذارد، مشورت با آنها لازم است. هیچ کس یا گروه یا کمیته ایالتی هرگز نمی بایست بدون مشورت با هیئت امنای کمیته خدمات عمومی به اقدامی دست بزند که این اقدام تأثیر مهمی در سرنوشت الکلی‌های گمنام داشته باشد. در مورد این گونه مطالب منافع مشترک ما اولویت دارد. 5. هر گروه الکلی‌های گمنام میبایست موجودیت روحانی داشته باشد و تنها هدفش رساندن پیام خود به الکلی‌های دردمند باشد. 6. مسائل مالی، ملکی و مرجعیت به آسانی ممکن است ما را از هدف روحانی و اصلی خود منحرف کند. بنابراین به نظر ما هر ملک قابل ملاحظه‌ای که واقعا مورد نیاز باشد میبایست به طور مجزا به ثبت رسد و اداره شود تا بدین ترتیب مسائل مالی از روحانی جدا باشد. گروه‌های الکلی‌های گمنام هرگز نباید وارد هیچ کار تجارتی شوند و اماکن مورد استفاده الکلی‌های گمنام مانند کلوب‌ها و بیمارستان‌هایی که نیاز به محل و مدیریت دارند میبایست جداگانه اداره شوند تا گروه بتواند آزادانه و بدون تعهد در صورت لزوم با آنها قطع رابطه کند. این گونه مؤسسات نباید از نام الکلی‌های گمنام استفاده کنند و اداره آنها میبایست فقط در مسئولیت کسانی باشد که از نظر مالی مؤسسات مذکور را تأمین می‌کنند. برای کلوب‌ها معمولاً مدیرانی که عضو الکلی‌های گمنام هستند ترجیح داده می‌شوند. اما بیمارستان‌ها و مکان‌های بازسازی میبایست کاملاً از الکلی‌های گمنام مجزا باشند و تحت نظر پزشکی اداره شوند. با آنکه گروه‌های الکلی‌های گمنام می‌توانند با هر کسی همکاری کنند، اما این همکاری هرگز نمی‌بایست به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به حد بستگی و یا تایید برسد. گروه‌های الکلی‌های گمنام هرگز نمی‌بایست خود را به هیچ چیز وابسته کنند. 7. گروه‌های الکلی‌های گمنام می‌بایست کاملاً خودیار باشند و فقط از طریق کمک داوطلبانه اعضای خود تامین شوند. به نظر ما همه گروه‌ها میبایست هرچه زودتر خود را به این هدف برسانند. جمع‌آوری هر گونه کمک‌های خارجی چه از طریق گروه‌ها، کلوب‌ها، بیمارستان‌ها و یا مؤسسات دیگر با استفاده از نام الکلی‌های گمنام بسیار خطرناک است. قبول کردن پیشکش‌های بزرگ و هر گونه کمک‌هایی که نوعی تعهد به دنبال داشته باشد عاقلانه نیست.
اگر موجودی‌های مالی الکلی‌های گمنام بدون هدف مشخصی روی هم انباشته شود و مقدار آن از ذخیره معینی بالاتر رود، باعث نگرانی ما می شود. تجربه بارها به ما نشان داده است که هیچ چیز به اندازه کشمکش‌های مالی، ملکی و مرجعیت نمی‌توانند میراث روحانی ما را به خطر اندازند. 8. الکلی‌های گمنام میبایست برای همیشه غیر حرفه‌ای باقی بمانند. مفهوم حرفه‌ای از نظر ما مددکاری یا مشاوره با الکلی‌ها در مقابل پول و یا به عنوان شغل است، اما ما می توانیم الکلی‌ها را استخدام کنیم تا همان خدماتی را انجام دهند که در صورت نبودن آنها به غیر الکلی‌ها واگذار می شود. برای این گونه خدمات مخصوص می توان حقوق مناسب پرداخت کرد، اما برای کار 12 قدم معمولی هرگز نمی توان مزدی پرداخت. 9. هر گروه الکلی‌های گمنام به حداقل تشکیلات و سازمان نیاز دارد و بهتر است رهبری گروه به نوبت بین اعضا در گردش باشد. گروه‌های کوچک می توانند منشی انتخاب کنند. گروه‌های بزرگ می‌توانند کمیته‌های نوبتی برگزینند و گروه‌های بزرگتری هم که در مناطق پرجمعیت هستند می‌توانند دفتر مرکزی یا دفتر ارتباطات تشکیل دهند. برای این گونه دفاتر معمولاً یک منشی تمام وقت استخدام می‌کنند. هیئت امنای مرکز خدمات عمومی ما در واقع کمیته خدمات عمومی الکلی‌های گمنام هستند. آنها نگهبانان سنت‌های الکلی‌های گمنام و دریافت کنندگان اعانات داوطلبانه ما میباشند. از طریق این اعانات مخارج دفتر خدمات عمومی ما در نیویورک تأمین می شود. کمیته هیئت امنا از طرف گروه‌ها اجازه دارد روابط عمومی ما را در مجموع اداره کند و تمامیت و کمال مجله اصلی جمعیت ما را تضمین نماید. آرمان تمامی این نمایندگی‌ها خدمت است و خدمتگزاران مورد اعتماد و با تجربه ما در واقع رهبران حقیقی ما هستند. آنها از سمت‌های خود به عنوان پایگاه مرجعیت استفاده نمی‌کنند. آنها حکومت نمی‌کنند و کلید ثمربخشی آن احترام به هستی است. 10. گروه‌ها یا اعضای آنها به طریقی که جمعیت الکلی‌های گمنام درگیر شود هرگز نمی‌بایست هیچ عقیده‌ای در مورد مسائل بحث برانگیز خارجی ابراز کنند، به خصوص در مسائل سیاسی، مسائل مربوط به مشروبات الکلی و فرقه‌های مذهبی. گروه‌های الکلی‌های گمنام با هیچ کس هیچ گونه مخالفتی ندارند و در مورد این گونه مسائل نمی توانند هیچ گونه عقیده‌ای ابراز کنند. 11. برخورد اجتماعی ما در سطح عمومی می بایست با رعایت گمنامی شخصی همراه باشد. به نظر ما اعضای الکلی‌های گمنام می بایست از تبلیغات پرسر و صدا پرهیز کنند. اسامی و تصاویر ما به عنوان اعضای الکلی‌های گمنام نمی بایست از رادیو یا فیلم پخش شود و یا در روزنامه و امثال آن به چاپ برسد. روابط عمومی ما می بایست بنابر اصل جاذبه باشد، نه تبلیغ. ما هرگز نیاز به تعریف از خود نداریم و بهتر است بگذاریم دوستانمان ما را توصیه کنند. 12. ما اعضای الکلی‌های گمنام اعتقاد داریم اصل گمنامی از لحاظ روحانی اهمیت فراوانی دارد و یادآور آن است که اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم. فروتنی واقعی را در زندگی خود حقیقتاً رعایت کنیم و همیشه مراقب باشیم که موهبت‌های بزرگی که شامل حالمان شده است باعث ضایع شدنمان نشود و تا ابد در حالت شکرگزاری از آفریدگار خود باقی بمانیم. 2. تجربه روحانی. واژه تجربه روحانی و بیداری روحانی به دفعات در این کتاب آمده است.
اگر در مطالعه کتاب دقیق شویم خواهیم دید تغییر شخصیت لازم برای بهبودی از الکلیسم به طرق مختلفی در افراد به وجود آمده است. چاپ اول کتاب ما برای بسیاری از خوانندگان این تصور را به وجود آورده بود که این تغییر شخصیت‌ها یا تجربه‌های روحانی باید به صورت یک تغییر و تبدیل ناگهانی و عظیم باشد. اما خوشبختانه این نتیجه گیری‌ها حقیقت ندارد. در فصلهای اولیه کتاب چندین مورد از تغییر و تبدیل‌های انقلابی و ناگهانی تشریح شده است و با آنکه منظور این نبوده است که یک چنین حالتی حتما برای بهبودی لازم است، اما بسیاری از الکلی‌ها نتیجه گیری کردند که برای بهبودی لزوماً باید یک تجربه روحانی ناگهانی و خارق‌العاده به آنها دست دهد و سریعاً با تغییرات بزرگی در احساسات و طرز تلقی آنها دنبال شود. با آنکه در میان هزاران الکلی عضو جمعیت ما یک چنین تغییرات و تحولاتی مرتباً اتفاق می‌افتد، اما به هیچ وجه یک قاعده کلی و همگانی نیست و بیشتر اعضای ما به تجربه‌ای که دکتر ویلیام جیمز روانشناس آن را نوع آموزشی نامیده است دست می‌یابند. نوع آموزشی نوعی است که به مرور و به آهستگی در انسان به وجود می‌آید. بسیاری از اوقات دوستان یک تازه وارد مدتها قبل از خود او متوجه تغییراتی که در او پدید آمده است می شوند و تازه وارد هم بالاخره متوجه می شود که تغییراتی اساسی در واکنش‌هایش نسبت به زندگی پیدا شده است. اما عامل این تغییرات از وجود خود او به تنهایی نمیتوانسته است سرچشمه گرفته باشد. نتیجه‌ای که غالباً ظرف چند ماه از این طریق گرفته می شود به ندرت ممکن است حتی پس از سالها تزکیه نفس انفرادی به دست آید. اعضای ما به جز چند استثناء عاقبت همگی متوجه می شوند که به یک سرچشمه نهایی درونی دست یافتند و این سرچشمه را به عنوان درک شخصی خود از یک نیروی مافوق تشخیص می دهند. اکثر ما فکر می کنیم آگاهی از این نیروی برتر خمیره اصلی تجربه روحانی است. اعضای مذهبی ما این حالت را خدا آگاهی می نامند. بنا به تجربه ما هر الکلی که بتواند صادقانه با مشکل خود روبرو شود قابل بهبودی است، مشروط بر آنکه دریچه افکار خود را بر روی ایده‌های روحانی مسدود نکند. تنها چیزی که میتواند باعث شکست ما شود انعطاف ناپذیری و یا انکار مغرضانه است. به نظر ما روحانی بودن این برنامه نباید هیچ گونه اشکالی برای کسی به وجود آورد. تمایل، فکر باز و صداقت اصول اولیه بهبودی هستند و برو برگرد ندارد. در زندگی اصلی وجود دارد که مخالف هر گونه آگاهی است. دلیلی علیه تمام دلایل است و انسان را در جهل ابدی نگاه می دارد. این اصل قصاص قبل از جنایت است. هربرت اسپنسر. 3. نظریه پزشکی در مورد الکلی‌های گمنام. پس از اولین تایید دکتر سیلکورت از الکلی‌های گمنام، جوامع پزشکی و پزشکان نقاط مختلف دنیا نیز ما را مورد تایید قرار دادند. نظریات زیر به وسیله پزشکانی که در کنگره سالانه جامعه پزشکی نیویورک حضور داشتند ابراز شده است. در این کنگره که سال 1944 تشکیل شد، گزارشی بدین مضمون در مورد الکلی‌های گمنام به حضار داده شد.
دکتر فاستر کندی متخصص اعصاب میگوید جمعیت الکلی‌های گمنام دو منبع از بزرگترین نیروهایی را که تاکنون انسانها بدان پی بردند به کار گرفته است. یکی از این دو منبع مذهب و دیگری غریزه آمیزش با هم نوعان یا غریزه گروهی است. به نظر من جامعه پزشکی باید این سلاح درمانی عظیم را با قدردانی مورد تایید رسمی قرار دهد. زیرا در غیر این صورت محکوم به بی‌تفاوتی هستیم و به خاطر از دست دادن ایمانی که کوه را از جا می‌کند و علم پزشکی بدون آن کار چندانی از پیش نمیبرد مقصر خواهیم بود. دکتر جی کربی کلیر روانپزشک چنین اظهار می‌کند: به نظر من الکلی‌های گمنام جمعیت خودساخته‌ای است که قادر است بهترین نتیجه ممکن را از دنبال کردن راهنمون‌های گروهی که از فلسفه آنها سرچشمه می‌گیرد به دست آورد. هر روش درمانی و فلسفه‌ای که بتواند شاخص بهبودی 50 تا 60% داشته باشد سزاوار توجه است. دکتر هری تیبو روانپزشک میگوید من به عنوان روانپزشک درباره رابطه بین تخصصم و الکلی‌های گمنام زیاد فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که کار اصلی ما روانپزشکان اکثراً آماده کردن راهی است که بیمار از طریق آن بتواند درمان و یا کمک از خارج را بپذیرد. و تصور میکنم وظیفه روانپزشک از میان بردن مقاومت درونی بیمار است تا بلکه او بتواند از درون شکفته شود و این همان نتیجه ای است که در اثر عملکرد برنامه‌های الکلی‌های گمنام به دست می آید. دکتر دبلیو باور سال 1946 در برنامه جمعیت پزشکان آمریکا که از شبکه سرتاسری رادیوی NBC پخش میشد اظهار داشت: جمعیت الکلی‌های گمنام نه ارتش آزادی بخش الکلی‌ها است و نه یک جمعیت ضد مشروبات الکلی است. اعضای این جمعیت می‌دانند که هرگز نباید مشروب بخورند و به کسانی که با آنها مشکل مشترکی داشته باشند نیز کمک می‌کنند. در یک چنین جوی الکلی‌ها اکثراً بر خود مشغولی بیش از حد خود غلبه می‌کنند. آنها می‌آموزند که به یک قدرت مافوق متکی شوند و خود را در کمک به دیگر الکلی‌ها رها کنند. آنها روز به روز هوشیار میمانند. روزها به هفته‌ها تبدیل می شود و هفته‌ها به ماه‌ها و سالها. دکتر جان اف استوفر رئیس بخش روانپزشکی بیمارستان عمومی فیلادلفیا در مورد تجربه خود با الکلی‌های گمنام میگوید الکلی‌هایی که در این بیمارستان بستری میشوند استطاعت هزینه درمان خصوصی را ندارند و الکلی‌های گمنام بهترین وسیله‌ای است که ما تاکنون توانستیم به آنها پیشنهاد کنیم و حتی در آن تعداد معدودی که مجدداً سر و کارشان با ما می‌افتد هم دگرگونی شخصیتی چشمگیری دیده می‌شود. جمعیت روانپزشکان آمریکا در سال 1949 درخواست کرد که مقاله‌ای از طرف یکی از اعضای قدیمی الکلی‌های گمنام تهیه شود تا در کنگره سالانه آن جمعیت خوانده شود. پس از انجام این کار مقاله مذکور در نشریه ماهانه روانپزشکی آمریکا در نوامبر سال 1949 به چاپ رسید. این مقاله اکنون به صورت جزوه در دسترس اکثر گروه‌ها قرار دارد. 4. جایزه لاسکر. در سال 1951 جایزه لاسکر به جمعیت الکلی‌های گمنام داده شد. خلاصه ای از مطالب درج شده در اعطانامه مذکور را در زیر به نظرتان میرسانیم. بدین وسیله انجمن سلامتی جامعه آمریکا جایزه سال 1951 گروه لاسکر را به الکلی‌های گمنام اهدا می‌کند.
این جایزه به خاطر قدردانی از روش منحصر به فرد و موفق شما در برخورد با یک مشکل عمومی و اجتماعی قدیمی به نام الکلیسم به شما تعلق می‌گیرد. تأکید شما بر اینکه الکلیسم یک بیماری است، آن لکه اجتماعی را که به دامن الکلیسم وارد شده است پاک می‌کند. شاید روزی تاریخ نویسان از الکلی‌های گمنام به عنوان یک پدیده بزرگ پیشرفت اجتماعی یاد کنند. پدیده‌ای که یک وسیله جدید برای خدمت به اجتماع عرضه کرده است. وسیله درمانی تازه‌ای که بر پایه همبستگی در ابتلا به یک بیماری مشترک بنا شده است و در بهبود بسیاری از امراض دیگر بشر نیز می‌تواند مؤثر واقع شود. 5. نظریه مذهبی در مورد الکلی‌های گمنام. تقریباً تمام روحانیون مذاهب مختلف دعای خیرشان را نثار الکلی‌های گمنام کردند. پدر روحانی ادوارد داولینگ میگوید الکلی‌های گمنام پدیده‌ای است طبیعی، لیکن در نقطه‌ای قرار دارد که طبیعت در نزدیکترین تماس با ماوراء طبیعی است. نقطه‌ای که در آن حقارت تبدیل به فروتنی می شود. در موزه‌های آثار هنری و یا کنسرت‌های سمفونی یک حالت روحانی وجود دارد و کلیسای کاتولیک استفاده از آن را تایید می‌کند. در مورد الکلی‌های گمنام هم این حالت روحانی وجود دارد و شرکت کاتولیک‌ها در آن تقریباً بدون استثناء باعث می‌شود که کاتولیک‌های سست تبدیل به کاتولیک‌های بهتری شوند. مجله کلیسای حیات می‌نویسد اساس روش الکلی‌های گمنام اصل واقعی مسیحیت است. انسان تا به دیگران کمک نکند به خود هم نمیتواند کمک کند. برنامه الکلی‌های گمنام را اعضای آن خودبیمگی مینامند. این خودبیمگی باعث شده است که آنها از لحاظ جسمانی، عقلانی و روحانی بازسازی شوند. و صدها زن و مردی که بدون این روش درمانی منحصر به فرد و مؤثر امیدی برایشان نبود، احترام خود را مجدداً به دست آوردند. در مهمانی شامی که آقای راکفلر برای معرفی الکلی‌های گمنام برپا کرده بود، دکتر امرسون اظهار داشت: به نظر من از دیدگاه روانشناسی مزیتی در روش این جمعیت وجود دارد که نمیتوان مشابهی برای آن پیدا کرد. تصور میکنم در صورتی که با این پدیده عاقلانه رفتار شود که گویا همینطور هم هست، امکانات آینده این پروژه از حدود تصورات ما خارج باشد. 6. چطور با الکلی‌های گمنام تماس حاصل کنیم؟ در بیشتر شهرهای آمریکا و کانادا گروه‌های الکلی‌های گمنام وجود دارند. آدرس ما را از طریق راهنمای تلفن، روزنامه، پلیس و یا کلیسا می توانید پیدا کنید. در شهرهای بزرگ گروه‌ها معمولاً دفتری دارند تا الکلی‌ها و خانواده‌هایشان بتوانند برای ترتیب دادن مصاحبه و بستری شدن در بیمارستان‌ها و غیره از آن استفاده کنند. این دفاتر به نام الکلی‌های گمنام و یا AA در دفتر تلفن ثبت شدند. مرکز خدمات جهانی الکلی‌های گمنام در آمریکا شهر نیویورک است و هیئت امنا، خدمات عمومی معتمدین، مسئولین دفتر خدمات عمومی، شرکت خدمات جهانی و مجله ماهانه ما در همین مرکز هستند. اگر نمی توانید الکلی‌های گمنام را در اطراف خود پیدا کنید، با دفتر مرکزی ما تماس بگیرید تا فوراً آدرس نزدیکترین گروه را برایتان ارسال کنیم. در صورتی که گروهی در نزدیکی شما وجود نداشته باشد، از شما دعوت خواهد شد از طریق نامه‌نگاری که تأثیر زیادی در بیمه هوشیاری شما دارد با ما مکاتبه کنید.
اگر شما دوست یا فامیلی دارید که الکلی است و تمایلی نسبت به الکلی‌های گمنام از خود نشان نمی‌دهد، پیشنهاد می‌کنیم با دفتر مرکزی گروه‌های خانوادگی آلنان تماس بگیرد. این دفتر که مرکز جهانی گروه‌های خانوادگی آلنان است، اکثراً از زنان، شوهران و دوستان اعضای الکلی‌های گمنام تشکیل شده است. شما می توانید آدرس نزدیکترین گروه منطقه خود را از طریق این دفتر پیدا کنید و در مورد مشکلات و مطالب خود با آنها مکاتبه کنید. 7. مفاهیم 12 گانه، فرم کوتاه. 12 قدم الکلی‌های گمنام اصولی هستند برای بهبودی شخصی. سنت‌های 12 گانه وحدت اعضا را تضمین می‌کنند. 12 مفهوم برای خدمات جهانی که در سال 1962 توسط بیل دبلیو، یکی از بنیانگذاران سازمان، نوشته شده. تعدادی از اصول مربوط به هم را عرضه می کند تا اطمینان حاصل کند که عناصر مختلف ساختار خدماتی الکلی‌های گمنام جوابگو باقی مانده و در برابر کسانی که به آنها خدمت می کند مسئول باقی بماند. فرم مختصر مفاهیم که در زیر می آید در سال 1974 توسط کنفرانس خدمات اجتماعی تهیه شده است. 1. مسئولیت نهایی و اختیارات کامل خدمات جهانی الکلی‌های گمنام همواره در وجدان جمعی کل اعضای ماست. 2. کنفرانس خدمات عمومی الکلی‌های گمنام برای همه مقاصد عملی به صورت صدای فعال و وجدان مؤثر تمامی انجمن ما در امور جهانی آن در آمده است. 3. برای تضمین رهبری مؤثر ما باید به هر کدام از عناصر الکلی‌های گمنام، کنفرانس هیئت خدمات عمومی و شرکت‌های خدماتی اعضای کمیته‌ها و مدیران اجرایی یک حق تصمیم‌گیری سنتی اعطا کنیم. 4. در تمام سطوح مسئولیت ما باید یک حق شرکت کردن سنتی داشته باشیم که به ما اجازه دهد به نسبتی معقول در برابر مسئولیت‌های خود دارای نماینده با حق رأی باشیم. 5. در تمامی ساختار سازمانی ما یک حق استیناف سنتی باید غالب باشد تا بدین طریق عقاید اقلیت شنیده شود و شکایات شخصی از توجه دقیق برخوردار شود. 6. کنفرانس این مسئله را به رسمیت می‌شناسد که قوانین اصلی و مسئولیت‌های فعالانه که به عنوان هیئت خدمات عمومی عمل می‌کنند به اجرا درآید. 7. اعلامیه و اساسنامه هیئت خدمات عمومی ابزارهای قانونی هستند که به هیئت امنا اختیار می‌دهند امور خدمات جهانی را مدیریت و اداره کنند. اعلامیه کنفرانس یک سند قانونی نیست. این اعلامیه برای رسیدن به تأثیر نهایی خود بر سنت و کمک‌های مالی الکلی‌های گمنام تکیه دارد. 8. هیئت امنا برنامه ریزان اصلی و اداره کنندگان سیاست‌های کلی و مالی هستند. آنها حق نظارت بر خدمات جداگانه و دائما فعال را داشته و این اختیار را از طریق توانایی خود در انتخاب همه مدیران این نهادها اعمال می کنند. 9. رهبری خدماتی خوب در تمام سطوح به خاطر عملکرد و ایمنی آتی ما غیر قابل چشم پوشی است. رهبری خدمات جهانی اولیه که زمانی توسط بنیانگذاران سازمان اعمال می شده است، لزوماً باید توسط هیئت امنا بر عهده گرفته شود. 10. هر مسئولیت خدماتی باید با یک اختیار خدماتی معادل آن همراه باشد و در این مورد دامنه آن اختیار به خوبی تعریف شده باشد.
11. هیئت امنا همیشه باید دارای بهترین کمیته ها، مدیران خدماتی، مدیران اجرایی، مسئولان و مشاوران ممکن باشد. ترکیب صلاحیت ها، مراحل اجرای عملیات، حقوق و وظایف موضوعاتی هست که همیشه باید تحت توجه شدید آنها باشد. 12. کنفرانس روح و سنت الکلی‌های گمنام را رعایت کرده و مراقبت می‌نماید که هرگز در خطر تبدیل شدن به مرکز ثروت و قدرت در نیاید که تهیه منابع و ذخایر عملیاتی کافی اصل اساسی سیاست مالی آن را تشکیل دهد، که هیچ کدام از اعضا خود را در موقعیتی قرار ندهد که بدون داشتن صلاحیت نسبت به دیگران اختیار داشته باشد، که از طریق بحث، رأی و هنگامی که ممکن باشد با اکثریت آرا همه تصمیمات مهم خود را اتخاذ کند، که اعمال آن هرگز جنبه تنبیه شخصی نداشته و هرگز مخالفت عموم را تحریک نکند و هرگز کارهای دولت را به عهده نگیرد و مانند انجمنی که به آن خدمت می کند همیشه در اندیشه و عمل دموکراتیک باقی بماند. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com